ارزم به حضورتون که منم سلام میکنم به همه دوستان. من علیم موسوی، 18 ساله که آخن هستم. البته کل 18 سال آخن نبودم، حالا میرسیم صحبت میکنیم. اول از همه که خیلی 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 خوشحالم دوباره تونستم یه تاچ پوینتی با ایزا داشته باشم. ایزا خب خیلی واسم مهمه، همیشه پیگیرش بودم، برای اینکه وقتی که دوستام سال 2008 2009 داشتن زحمت میکشیدن، ایزا رو علم میکردن و اصلا پایه های ایزا شکل میگرفت، کنارشون بودم، میدیدم چقدر زحمت میکشن و به خاطر همین همیشه ایزا واسه ماهایی که مثلا سال 2006 7 اینا اینجا بودیم خیلی ارزشمنده. خیلی خوشحالم که تونستم بعد از 12 13 سال که دیگه ارتباطی با دانشگاه به اون شکل ندارم، دوباره بتونم در خدمت ایزا باشم، یک کوچولو با شما رفاقت ایجاد بکنم، با شما رفاقت ایجاد بکنم، یک کوچولو هم بتونم به خدمتی ایزا کرده باشم. این مسیری که الان شما توش هستین و من 12 13 سال جلوتر بودم. تو زمینه اپلای کردن به حال از اربیتا فارغ التحصیل شدم، بعد واسه دکترا شروع کردم، اپلای کردم تو دوره دکترا چندین مورد، مثلا به حال دانشجو اپلای می‌کردن واسه مستر تز، هر چیز دیگه، یا بعدش رفتم سر کار عوض کردم و اینا. یه ذره سیستم اپلای کردن دستم اومد. تنها چیزی که دارم میتونم به دانشجو ارائه بدم که بعد خوشحالم باشم میگم واقعا یه کاری کردم واسه این گروه، همین پروسه اپلای کردنه. شیوا و پدرام هم همین رو گرفتن و گفتن عالیه، بچسبیم بریم جلو و این کار رو انجام بدیم دیگه. این شدش که ما امروز در خدمت شماییم. یه نکته خیلی 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 مهم و من تمام مدتم از بچه‌ها خواهش می‌کردم که اینو اشاره بکنن بهش، این که من اصلا متخصص این کار نیستم. یعنی اگر چیزی دارم اینجا میگم صرفاً بر اساس تجربه شخصیمه. این کار تخصص آدمای متخصص خودشو داره، کسایی که کار پرسونال کوچینگ میکنن و این حرفا. من اصلا متخصص این کار نیستم و اصلا کارم چیز دیگه. فقط دارم اومدم اینجا اما نمیخوام چیز کنم، نمیخوام به شکل مثلا کلاس درس باشه بیام میگم این درسته این اشتباهه. نه، هر چیزی که من میگم هیچ دلیلی برای این نداره که درست باشه. وقتی که بچه‌ها زحمت کشیدن و این جلسه رو آماده کردن، من ازشون خواستم که یه دوره همی باشه. حالا شاید من یه ذره بیشتر صحبت بکنم چون یه ذره بیشتر تجربه دارم، ولی قرار این شدش که اصلا دوره همی باشه، با هم دیگه گپ بزنیم، با هم دیگه گفتگو کنیم. هر کی هر چی بلده. قطعا تو این جمع خیلی کسایی هستن که جای مختلف اپلای کردن، سی وی درست کردن، فیدبک گرفتن، ریجکت شدن، قبول شدن، هر چیزی. هر کی هر چی داره بریزیم رو میز و هممون تهش یه ذره ازش استفاده بکنیم. به خاطر همین اصلا فکر نکنید که من متخصص این کارم، نه اصلا. اصلا فقط میگم یه ذره تجربه توی این چیز دارم. چند بار اپلای کردم خودم و حالا توی دانشگاه دانشجو اپلای میکردن، تو شرکت قبلی که بودم حالا به حال تیمی که داشتیم نیرو میگرفتیم، سی وی ها رو بررسی میکردیم، با همکارای آلمانی مایندستاشون آشنا هستم. همین اینو خواستم فقط بگم که اگه من چیزی میگم لزوما بر درست بودنش نیست، فقط میخوایم با هم دیگه یه ذره گپ و گفت بکنیم. بعد اینکه تصمیم گرفتیم که روند برنامه اینجوری داشته باشیم که اولش یه اینتروداکشن باشه که من خودم رو یه معرفی بکنم چون بدون اصلا من کی هستم. بعد این عین واقعیتی که دو سه مورد پیش اومد توی یکی دو سال اخیر، حالا بر حسب اتفاق با دانشجوها برخوردی داشتم، ازم سوال میکردن که آقا چجوری میشه تو رستوران کار پیدا کرد. این واسه من خیلی شوکه کننده بود. گفتم چرا رستوران، چرا تو رستوران دنبال کار میگردین؟ میگفتن پس کجا دنبال کار بگردیم؟ میگفتم بابا این همه موقعیت کار دانشجویی هست، چرا میخواین برین سمت رستوران؟ بعد متوجه شدم اصلا بچه‌ها خیلیاشون از موقعیت کار دانشجویی خیلی اطلاعی ندارن. گفتم یه گذری بزنم به اینها تو مرحله دوم. بعد با هم دیگه یه ذره در مورد سی وی و لونزلاف و پدرام دیروز نکته قشنگی رو اشاره می‌کرد، میگفتش که همه بچه‌ها لزوما انگلیسی زبان آلمانی زبان نیستن، از هر دو تا واژه‌های مربوط به این کار استفاده بکنیم، سی وی لونزلاف هر چیزی. اینو با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم چیا واسش مهم، استراکچرش چی باشه، چه اتفاقاتی بیفته چه اتفاقاتی نیفته. آنشرایبن یا همون کاور لتر یا موتیویشن لتر یا هر چیز دیگه که اسمش رو میذاریم اون رو بررسی بکنیم. بعد اینکه خب قطعا تو جمع آدم‌های مختلفی وجود داره. یه سری هستن که تازه اومدن، ترم یک دو هستن، حالا شاید تو این جمع نباشه ولی اگه قرار ویدیو بعدن پخش بشه، دوستانی که دانشجو ترم یک دو هستن، اونها یه سیل گروپه دیگه هستن، کسایی که درسشون تموم شده میخوان واسه کار اقدام بکنن.
یه گروه دیگه هستن بریم یه ذره تفاوت اونا رو با هم دیگه کنکاش بکنیم که چه اتفاقی میفته. و در نهایت من پیشنهاد دادم که اگر فرصت بود، من تا آخر شب تایم دارم، بسته به اینکه شماها و بقیه کی چقدر وقت داره، اگر فرصت بود هر کسی اگر دوست داشت رزومه‌اش رو آورده بود با هم دیگه نگاه بکنیم، فیدبک بدیم و در موردش بحث بکنیم. خب بریم سراغ نکته یک. خودم کوتاه معرفی کردم. علی موسوی، سال 2005 اومدم آخن، 2006 اومدم آخن. اون موقع دوره بود، دوره مشترک، همکاری مشترک بین دانشگاه شریف و آخن بود که ما 3 سال تو دانشگاه آخن، تو دانشگاه شریف درس می‌خونیم، یه سال می‌بریم دانشگاه آخن بچلر می‌گرفتیم. من جزء اون گروه بودم. سال 2006 بچلرمو توی اف‌های آخن آبتایلونگ یولیش گرفتم. بعد 2006 وارد اربتا شدم با خیلی دیگه از بچهای دیگه، خیلی از دوستامون. 2011 درس من تو اربتا تموم شد. اولش هم به خاطر ناآگاهی و فلان و این حرفا حسابی میرفتیم، من خودمو میگم دیگران میرفتم امتحان میدادم میافتادم. این شدش که درس خیلی طول کشید. 2011 خدا رو شکر تموم شد. 2011 برای مقطع 9 ساله‌ای از آخن رفتم درستن، اونجا دکترامو انجام دادم توی مهندسی مکانیک و بر حسب اتفاق از اول 2020 دوباره برگشتم آخن و توی شرکتی مشغول به کار شدم تا پارسال که یه اسپینافی بود از دانشگاه. یه گذری هم بهش میزنم و 1 سال هم هستش که بیزنس دیولپمنت منیجر یا کی اکانت منیجر یه شرکتی هستم در زمینه هیدروژن، ترانسپورت هیدروژن، توی اسکیل بزرگ کار میکنیم. این یه کوتاه معرفی من، ولی حالا این خیلی چیز مهمی نیست. بریم سراغ اون بحثی که اولش داشتم گفتم که بچه ها دوستان یکی دو نفر از آشنایان از من در مورد رستوران پرسیدن. توی دانشگاه اگر از شما الان کسی هستش که که دانشجو پی اچ دی هست و پروپوزال واسه یه ریسرچ پروژکت می‌نویسه، میدونه که ما وقتی که می‌خوایم یه فاند دولتی بگیریم واسه یه پروژه تحقیقاتی داخل دانشگاه، موظفیم که حالا به شکل قانون نانوشته که یه بخشی واسه کار دانشجویی در نظر بگیریم که این پولش از دولت میاد، از فاندهای دولتی میاد، حالا سورس فاندهای مختلفه از اونجاها میاد و این شکلی میشه که اون دانشکده و اون استاد موظفه که اون پوزیشن دانشجویی رو به یه دانشجو اختصاص بده. اگر نده اون پول از دستش میره، نمیتونه اون پول خرج کار دیگه ای بکنه. و از اونجایی که اربتا الان بیش از اندازه پروژه تحقیقاتی داره، این موقعیت‌های دانشجویی فراوون زیاد شدن. من فقط با توجه به اینکه با چند تا از دانشگاه‌ها ارتباط دارم، با چند تا دانشکده‌ها ارتباط دارم، اومدم لیست پوزیشن‌های بازشون رو فقط اینجا بهتون نشون بدم که ببینید مثلا این یه دانشکده‌ای هست به اسم، این فقط کارهای دانشجوییش رو من فیلتر کردم، به اسم پم که مخفف Production of Electromobility Component هست. ببینید الان مثلا علی جان، ما اون فقط پی دی اف ها میتونیم ببینیم، فکر کنم فول اسکرین شیر نکردم. یه بار دیگه این کارو میکنم. کاملا درست گفتی. این دانشکده پم هست که الان 1 2 3 4 5 6 تا پوزیشن دانشجویی داره، کار دانشجویی داره که حالا توضیح میدم یه کوچیک. من خودم اونجا خیلی کار دادم، 4 سال توی WZL یا آلمانی WZL کار دانشجویی کردم. 29 تا همین الان پوزیشن باز استودنت هیلپسکرافت هیوی داره. بسیار بسیار موقعیت عالیه. من به شدت پیشنهاد میکنم که حتما، این 2 تا از دانشکده ها بودن، فقط خواستم انبوه چیز رو بهتون نشون بدم، پوزیشن باز رو نشون بدم که چقدر پوزیشن باز وجود داره اینجا. و ما فراوان دانشکده داریم که در ابعاد وتستل هستن، در ابعاد پم هستن. حتما به سایتاشون سر بزنید. کار دانشجویی خیلی خیلی کمک میکنه. من توی این کار دانشجویی 2 تا چیز واسم خیلی مهمه، 2 چیز رو مدیون این کار دانشجویی هستم. یک این که اصلا کالچر کار تو آلمان چی هست، اون نظمی که ازش اسم میبرن چی هست. من واقعا اونو توی 4 سالی که تو وتستل کار دانشجویی میکردم یاد گرفتم. و زبان، چون من خودمم اینجوری بودم که رفیقای خیلی خوبی داشتم، همیشه با هم بودیم، فارسی حرف می‌زدیم. اینجا باعث شدش که توی محیط سخت کاری قرار بگیرم و با آدمای آکادمیک و هم زبان واسه درس خوندنم خوب شد، چون به حال موضوعش همون موضوعی بود که کار می‌کرد، درس موضوع کارم هم موضوع درسم بود. و همین که به حال
مکالمه و محاوره با آلمانیا باعث شد که زبانم مثلا از اونجا یهو پیشرفت بکنه. خیلی از این دانشکده ها پروفسوراشون بیرون دانشکده کمپانی شخصی خودشونو دارن، مثلا خیلیاتون از افیفا شنیدین، مثلا افیفا که من حالا اینم آوردم اینجا، اینا هم به حال وصلن، کوپلن یه جوری با هم دیگه. ببینید مثلا من اومدم سورت کردم افیفا رو که چقدر افیفا کار دانشجویی داره، برای مستر تز، برای پرکتیکانت، برای کار هیوی استودنت هیلزکرافت، یه شرکتیه که چسبیده به ایتم، یه دانشکده ای از اربته ها و کار مشترک اونها رو انجام میدن. یا مثلا یه دانشکده دیگه ای رو به فرض من چیز کردم که انتخاب کردم که اینجا بتونش پم این هم یه شرکت خصوصی است، باز از همون دانشکده پم که فقط خواستم بهتون نشون بدم که چقدر ورک استودنت داره. اینا کارهاییه که مرتبط با دانشگاه است. یعنی میخوام بگم که خیلی دنبال رستوران و مستران اینا نرین. اگر آگاهی از کار دانشجویی ندارین حتما آگاه بشین، سایت ها رو ببینید. خیلی 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 زیاد پوزیشن زیاد هست و اصلا استقبال میکنن، چون اون پول اونجا هست، اون به قول خودشون توپ یا اون قابلمه‌ای که پول توش هست آماده هست، دولت پول داده و اینا مجبورن خرجش بکنن و اکثرا کارا ساده است. توش با اکسل خیلی خوب آشنا میشین، به عنوان دانشجوی تازه وارد با پاورپوینت خیلی خوب آشنا میشین و نرم افزارهای اختصاصی اون دانشکده رو خیلی خوب یاد میگیرین. از همه اینا مهمتر برای اینکه بعد از اینکه درستون تموم شد، برای ورود به بازار کار یه تجربه خیلی خوبی با خودتون جمع کردین که میتونید ببریدش. من اول برنامه گفتم که دوست ندارم خیلی متکلم وحده بشم، دوست دارم که هی با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی اونجایی که کلا آدم خوش حرفی هم همش تا اینجای کار خودم صحبت کردم. هر وقت هر کسی هر چیزی داشت حتما اضافه بکنه، کامنت بده، نظر بده. اگر جایی من به نظرتون اشتباه میگم حتما بگین. گفتم هدف اینه که دور هم دیگه از همدیگه چیزی یاد بگیریم، قرار نیستش که من فقط متکلم باشم. خب علی جان، من یه چیزی رو اینجا میخوام اضافه کنم. بفرمایید رضا جان. تمام حرفات کاملا درسته، فقط یه چیزی میخواستم بگم که خیلی بچه‌ها دنبال این نباشن که حتما اون کار دانشجویی که میگیرن مرتبط با رشتهشون باشه یا مرتبط با علایقشون، چون به هر حال توی اون باز هزاران موقعیت هست که میتونی به قول تو همون اکسل رو یاد بگیری، کار اصلا محیط کاری آلمان رو یاد میگیری، واسه اون تجربه چی میدونن تجربه کسب میکنین. و خاطر همین یعنی اگر دیدین توی اون رشته کاریتون مرتبط با اون یا حتما اون علاقه، مثلا یکی میگه که آقا جان من اصلا عاشق فلوید مکانیکم ولی کاری تو اون زمینه پیدا نمیکنه یا حالا ریجکشن میگیره هر چیزی، زیاد مایوس نشه، بره دنبال یه چیز دیگه. اون جوانب کار بیشتر از خود اون کاریه که انجام میدی، چون 190 نباشه 180 بچه ها تهش لزوما اون فرتیفونگ یا اون گرایشی رو که فارغ التحصیل شدن توش کار پیدا نخواهند کرد. اون تجربه مهمتره. خواستم اینو اضافه کنم. مرسی رضا جان. حالا شاید یه معرفی کوچیکم از رضا من بکنم. رضا از دوستای خیلی خیلی همدوره ماست. خودم هم میتونم بکنم، شما اگه نمیخواید. بفهم. نه، من رضا هستم، رضا توکلی، همون همدوره علی. تقریبا الان 23-4 ساله که رفیقیم با علی، ولی خب دیگه از یه جایی به بعد دیگه راه کاریمون جدا شد، ولی رفاقت نه. که تقریبا منم کردم، فقط اون دوران دکترا رو من نگذروندم و الانم مشغول کار هستم، سیلز منیجر هستم توی شرکت بوش. حالا یه ذره بحثا که بره جلوتر، من یه سری میتونم کامنت ها یا شاید هینت های کلی بدم در مورد اینکه حالا پروسه اپلیکیشن چه جوری خواهد بود و روحیه ها چی میشه، ولی علی به مراتب بیشتر از من تجربه تعدد اپلیکیشن و علی داره، چون همونجوری که گفت بسیار کار عوض کرده. من توی بوش اینترن تا حالا 3-4 تا عوض کردم. در خدمت. دمت گرم رضا جان. خب این یه کوتاه واسه یه چیز بود، فقط اینکه آقا واقعا موقعیت کاری زیاده، سر بزنید، دانشکده رو ببینید و ان شاءالله کارهای دانشجویی خوب که بتونید رزومتون رو هم باش پربار بکنید و یاد بگیرید. از همه چی مهمتر یادگیریه.
بریم سراغ بحث رزومه یا همون سی وی. این یه بحث کاملا سلیقه‌ایه. خب یه بحث سلیقه‌ایه. شاید یه ذره برگردم عقب. حتما اگر چند وقتی تو آلمان زندگی کردین متوجه شدین که نامه‌نگاری و نامه و بحث اصلا کلا کاغذبازی تو آلمان خیلی خیلی محبوبه. این کلا ریشه تاریخی داره توشون. حالا تاریخ 1000 سال پیش خیلی نامه‌نگاری انجام میدن. اپلای کردن و سی وی و بیوربونگ و همه اینها هم یه پروسه نامه‌نگاریه. سالهایی که ما اومده بودیم آلمان، سال 2006 اینا، سی وی ها رو بعد پرینت میکردیم با پست میفرستادیم. حالا الان یه ذره پیشرفت کردن و رسیدیم روی میشه الکترونیکی فرستاد. همونجوری هم که حتما همه شنیدیم، آلمان دیسیپلین و نظم و این چیزا واسش خیلی مهمه. از هر چیزی، سنگ فرش خیابون استاندارد دین داره تا هر چیزی که فکر بکنید، تا توربو ماشین، هر چیز. به خاطر همین نظم و انضباط و استاندارد و این چیزا واسهشون خیلی مهمه. مهمترین چیزی که به نظر من واسه یک سی وی اهمیت داره، باید واسش وقت بذارین، ارزش بذارین، نظمشه. نظم یعنی اینکه یک دیسیپلینی داشته باشیم، یه استراکچری داشته باشیم، بر اساس استانداردهایی که توی نامه‌نگاری آلمان اتفاق میفته رفتار بکنیم. و با این میخوام شروع بکنم. من میگم واقعا بحث سلیقه است. این که بگی آقا این سی وی درسته، این سی وی، حالا میتونید بگی این سی وی اشتباهه، چون یه سری غلطای تاکتیکی به پدرام میگفتم چند وقت پیش که دوستان اومده بود سی ویشو نشون میداد، مثلا تایتل موقعیتاشو قرمز نوشته بود. خب قرمز توی نامه‌نگاری رسمی هیچ جایی نداره. اونو میشه گفت آقا سی وی اشتباهیه، ولی لزوما هم یه سی وی درست وجود نداره. هر سی وی میتونه درست باشه. برای اینکه فقط یه سری نکات مهم رو بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، من خواستم سی وی خودمو بیارم که اون نکاتی که تو ذهن خودم هست رو بر اساس سی وی خودم بهتون بگم. دوستان، یه واقعیتی که وجود داره تلخه اینه که ما چیز هستیم، ما خارجی هستیم و وقتی که اپلای میکنیم، اولین واکنشی که اون کسی که سی وی و بیوربونگ ما رو میگیره باش روبرو میشه یه اسم ناشناخته است. تو آلمان حداقل این خیلی اتفاق میفته. حالا شاید دوستانی که باشن تو امریکا باشن بگن خب همه اسم اونجا ناشناخته است و نشنالیتی وجود نداره، ولی واقعیتش رو بخواید، من خودم توی شرکت قبلی نیرو هایر میکردیم، وای میستادیم سی وی ها رو با همکاران نگاه میکردیم. آلمانیه وقتی که یه اسم خارجی میاد تو ذهنش، ناخودآگاه حس خیلی خوبی نمیگه. متاسفانه این هست. میخوام به چی برسم؟ میخوام برسم که اولین چیزی که یک نفر از سی وی ما میبینه اسم و عکسمونه. همه ما زندگی دانشجویی کردیم، سختی‌های و هزینه‌های زندگی دانشجویی رو میدونیم. میخوام به این برسم که اگه میخوایم حالا یه سی وی خوب داشته باشیم، شاید میک سنس بکنه که یه عکس خوب بگیریم که اون نقطه ضعفی که خودمون توش تاثیر نداریم، نقطه ضعفی که به حال به خاطر شرایط آلمان هست تو سی وی ما هست، رو بتونیم با یه عکس جذاب، با یه عکس سیمپاتیش، با یه عکسی که وقتی که طرف سی وی رو باز میکنه یه حس خوبی ازش بگیره. عکس خوب خیلی مهمه. این میتونه اون نقطه ضعف رو یه جورایی برطرف بکنه. عکاسای حرفه‌ای واسه سی وی که مثلا من یه دونه‌شو توی آخر میشناسم، توی راکویز پلازا، درسته 40-50 یورو یا 30 یورو 40 یورو هزینه شونه، ولی شاید خروجی این کار تاثیر خیلی خوبی بذاره. خیلی از بچه‌ها خودشون با گوشی عکس میگیرن و اینا. میخوام بگم که این هزینه پول دور ریختن حساب نمیشه، برمیگرده. اون یارویی که اون کسی که عکاسی میکنه اون قطعا میدونه چه جوری عکس بگیره، چه زاویه‌ای، چه لبخندی، چه نوری که حس خوب بده به طرف. دوباره برگردم سراغ اون قضیه‌ای که ما باید یه کاری بکنیم که متفاوت باشیم تا بتونه مدارکمون، سی ویمون، بیوربونگمون توسط اون آدمی که داره این همه سی وی رسیده دستش، همه رو میخواد توی یک ساعت یه بررسی اجمالی بکنه، دور انداخته نشه، بیاد سمت درست قضیه و بررسی بشه. یکیش این بودش که عکس خوب داشته باشیم. نکته دومش اینه که از چارچوب روتین سی وی یه ذره خارج شیم، یعنی اون حالت بورینگ و لانگ وایلیش بودن سی وی یه ذره فاصله بگیریم. یه کاری بکنیم که طرف وقتی که این سی وی رو گرفت دستش یه چیز جدید دیده باشه، بگه چه جذاب، باحال، کنجکاو بشه بره بقیه سی وی رو بخونه. اینجوری نباشه که
بگی که خب اینم یه چیزیه مثل همه سی وی های استاندارد، حالا همه سی وی های استاندارد نه، اینم یه سی وی تیپیکالیه، ولش کن بندازم بره. به خاطر همین من شخصا برای سی وی خودم این سی وی مال زمانیه که، یعنی این دیزاین مال زمانیه که پی اچ دی تموم شده بود. صادقانه بگم من خودم با یه متخصص کار صحبت کردم و این دیزاین رو حتی واسش هزینه کردم. این پیشنهادایی که دارم میگم پیشنهادای اون بود که آقا یه جلد درست کن واسه سی وی. من زمین کوچیک میکنم که ببینید چه شکلیه. یه جلد درست کن که یه ذره متفاوت بشه. اون مسئول اچ آر که اینو میبینه، برخورد اولش یه صفحه نسبتا ساده با یه عکس که داره لبخند میزنه و 3 تا جمله کوتاه تبلیغاتی تیزروار و چند تا بولت پوینت در مورد شخصیت خودم. این یهو طرف میگه که این یه چیزیش با بقیه فرق میکنه، موتیویت میشه که بره صفحه 2 سی وی رو هم ببینه. این پیشنهاد من هست. من بعد از اون توی 5-6 سال گذشته که میگم توی 4 سال گذشته که خودم سی وی دستم زیاد میرسه، دیدم که خیلی ها این کار میکنن که یه جلد میذارن. پیشنهاد من اینه که یه جلد بذارین و من یه دیزاین کلی واسه سی ویم درست کردم. همونجوری که میبینید این بالا مشخصات خودم رو گذاشتم، حالا با یه خط تیره و پایینش هم دقیقاً یه خط تیره و این هی ادامه پیدا میکنه و این لی‌آوت مونده روی این قضیه. بعد این یه نکته که می‌خواستم بگم، یه جلد گذاشتن و صفحه اول یه ذره جذاب درست کردن میتونه موثر باشه. خب بعد تجربیات کاری دیگه بقیه هممون تقریبا فکر کنم یکسان می‌دونیم تجربیات کاری میاد پایین. چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر جایی کاری کردین و اون کار واسهتون دستاوردی داشته، حتما اشاره بکنید بهش و اینکه شرح وظایفتون واسه اون کار رو هم معلوم بکنید. ببینید من مثلا نوشتم بیزنس دیولپمنت منیجر. خب بیزنس دیولپمنت منیجر یک رنج خیلی گسترده ای از تاسک ها هستش که یه نفر میتونه داشته باشه، ولی به نظر میگم، بازم دارم تاکید میکنم، این به این معنی نیستش که حتما اینی که من میگم درسته. ولی خب میگم من باهاش روبرو شدم و وقتی که من کناری آلمانی داشتیم سی وی نفر دیگر نگاه میکردیم، این نکات رو میدیدم که واسه اونها هم مهمه. بعد من اومدم یکی شروع کردم. اولا یه توضیح کوتاهی در مورد اون کمپانی. رضا تو بوش کار میکنه. اگه رضا مثلا من سیلز منیجر بوشم، کسی نمیپرسه بوش کیه. ولی اگه کمپانی که من کار میکنم ما 300 نفریم، هایدروژینیوس LLC تکنولوژی گیم ها بیسش تو ایرلندنه. یه توضیح کوچیکی دادم که اصلا این شرکت چی هست، چی کار میکنه، وظایفش چیه، 2 خط در حد 2 خط توضیح دادم که این چیه. بعد شرح وظایفمو نوشتم که آقا من اصلا این کارا رو میکنم، تویی که دنبال هایر کردن منی، ببین من این کارا رو کردم. آیا این کارا از سال 2000 مثلا از آگوست 2023 این کارا رو کردم، به دردت میخوره یا نمیخوره؟ از 2020 تا 2023 پروژکت لایتر بودم و فاندینگ منیجر بودم توی ای دریون سولوشنز گیم ها. حالا این کیه؟ اینم یه شرکتیه. چی کار کردم؟ این کارا رو کردم. خب حالا این کارا رو کردی، چی به دست آوردی؟ این هم دستاوردام بوده، یعنی این هم چیزایی بودی که تونستم بهش به دست بیارم. و حالا کارهای قبلی از سال 2011 تا 2020 دانشجو کار ساینتیفیک ریسرچر بودم، بیزنس چالش متفاوته بودم و یه چیز دیگه هم که هست اینه که من به شخص این کار کردم و فیدبک مثبت گرفتم. نمیدونم چقدر واسه همه امکان پذیره. اگر چیزی از من هست که پابلیک شده، مثلا این پروژه‌ای که من اینجا در موردش کار کردم، پروژه‌ای هستش که تو اینترنت وجود داره، میشه رفتید. یه قانون نانوشته، قانون آمار میگه تقریبا 30% اطلاعات توی سی وی اغراق یا دروغه. هر کسی میتونه این شک رو به سی وی منم بکنه که آقا این چیزایی که گفته دروغه. من تا اونجایی که تونستم برای اینکه اطمینان اون آدم رو جلب بکنم، سعی کردم لینکش هم بذارم که اون طرف اگر واسش جذاب بود کلیک بکنه ببینه. اگر موسوی گفته آقا این کارو کرده، این دستاورد رو داره، واقعا درسته، کلیک بکنه ببینه راست میگه، هست. نمیگم همیشه شدنی نیست. اگر موقعیتشو دارین حتما این کارو بکنید. یه سوال جان، جوابی به این سوال میده شاید واسه بعضی خیلی مهم باشه، یعنی کمک کننده باشه. واسه اینکه حالا تو گفتی شرکتایی که حالا خیلی ناشناخته هستن، یه توضیح کوچولو در موردش بدی، توصیه میکنی لینک وبسایت شرکت رو بذاری تو سی وی؟ ببین رضا، فکر میکنم اون وقت خیلی دیگه رنگی میشه. ببین به خاطر اینکه اگر یه نفری ای دریون سولوشنز گیم ها رو نشناسه، خودش به گوگل میتونه بهش برسه.
خب ولی من اگه گفتم که آقا من یه پروژه H2 باس مثلا انجام دادم که 2.2 میلیون یورو هزینه شه، تو الان تو گوگل بزنی H2 باس 1001 لینک میاد که هیچ کدومش این پروژه‌ای که من انجام دادن نیست. پیشنهاد من اینه که چیزایی که تریویال هست که بدیهی هست رو اصلا اینم می‌خواستم توی بخش بعدی بگم، مثل چیزایی که بدیهی هست رو توی سی وی نیاریم. روبرت بوش گیمبه ها رو همه میشناسن، یعنی تو دیگه نیاز نیستش که در موردش توضیح بدی و اگر یه نفری سرچ بکنه مثلا اینجا هایدروجینیوس LOHC تکنولوژیز گیمبه ها، اولین چیزی که میاد لینک شرکته یا لینکدینشه یا هر چیزی. ولی اگر بزنه H2 ریویا 1001 سایت دیگه میاد که هیچ ارتباطی نداره. من با این مایندست اینا رو گذاشتم. میگم باز اینا چیزایی که نظر من به همین دلیل ازت پرسیدم که اینو ازت بشنوم. مرسی. قربونت. یه چیزی حالا که تو سوال پرسیدن، یه سوالم یه کامنت هم داده شده تو چت، اگه میشه بخون. البته امروز همه شرکت ها دانشگاه نه با سافت‌ور EMS اپلیکیشن منیجمنت سیستم قبل از بررسی توسط آدم سی وی ها رو فیلتر میکنن. اگه اون سافت‌ور نتونه لی‌آوت سی وی را بخونه به خاطر بیش از حد آن کانونشنال بودنه و اون موقع هم پوزیشن از دست میدید. یعنی مثلا فکر کنم از اینه که مثلا بیش از اندازه آن کانونشنال باشم ممکنه. درسته، کاملا حرف درسته. من خودم هر از شنگایی الان اپلای میکنم، همیشه دوست دارم جابجا بشم. اصلا خیلی از پوزیشن هستش که شما وقتی سی وی تو آپلود میکنی خودش میخونه فرمت خودش چیز میکنه، دیتایی که تو سی وی نوشتی رو برمی‌داره و میذاره اونجا. و همین که چیز میگه امیرحسین میگه کاملا درسته. خیلی از شرکت ها هم هستن که با یه سری کلید واژه‌ای که از پیش تعیین شدن از قبل یه فیلتر میکنن سی وی ها رو. ولی امیرحسین از من اینو بپذیر که شرکتی که من الان توش کار میکنم هایدروجینیوس LOHC تکنولوژی، ما 300 نفریم، ما این سافتور رو نداریم. شرکت قبلی که توش کار میکردم آیدریون سولوشنز گیمبه ها، اونا هم این سافتور رو نداشتن. باید کاملا موافقم، چون من خودم الان هر از چنگایی که اپلای میکنم کار جدید، چالش جدید، میفهمم که یه سری چیزایی اتفاق افتاده. اصلا هم خوب نیستش که خیلی خارج از عرف باشیم. من کاملا باید موافقم. اون سافتور حالا این که این لینک شده باشه یا نشده باشه، فکر نمی‌کنم اون سافتور اذیت بشه سر این قضیه، ولی کاملا هم موافقم که اصلا از استاندارد خارج نباید شد. تو استاندارد بمونیم، برای اینکه اصلا اون وقت اثر منفی ایجاد میکنه، شوکه میشه طرف که این چیه. چیزی که من دارم میگم به نظر خودم خیلی خارج از استاندارد نیست که توضیح یه خطی این شرکت چیه، تسکات و ارفولگا یا موفقیتایی که کسب کردی و بعد دیگه میریم سراغ تحصیل که خب حالا اینم باز دیگه خیلی یوژال و خیلی استاندارده که مثلا من نوشتم پروموشن کردم تو زمینه فلان، پایان‌نامه‌ام این بوده، باز چون پایان‌نامه‌ام پابلیک شده توی اینترنت هست، لینکش گذاشتم، کسی بخواد میتونه تز دکترامو با کلیک کردن تو این بخونه ببینه من تو دکتراش کار انجام دادم. مثال میگم خیلی وقتا بچهای مستر پایان‌نامه‌هاشون پابلیک میشه، میتونن این کار بکنن. و بعد در نهایت فاخ کامپتنس هامو نوشتم که این توانایی ها رو دارم. 3-4 تا نکته میخواستم بگم، اینا دیگه بقیش خیلی استاندارده. 3-4 تا نکته میخوام بگم. اینو من به چشم کنارم بغل اچ آر نشستم، به عنوان تیم لید بغل اچ آر نشستیم، سی وی رو بررسی کردیم. دوست عزیزی که مثلا از اربتا فارغ التحصیل شده، اگه بنویسه، دیروزم داشتم با پدرام سر این قضیه صحبت می‌کردم که آقا من از کامپتنس هام مثلا من اکسل بلدم، اچ آر میخوره تو ذوقش، میگه بابا چی فکر کردی در مورد با تو مثلا از اربتا فارغ التحصیل شدی، بعد تازه میگه من اکسل بلدم. این دیگه بدیهیه که تو باید اکسل بلد باشی، بدیهیه که تو باید ورد بلد باشی، بدیهیه که تو باید پاورپوینت بلد باشی. چیزای خیلی بدیهی رو ننویسیم توی سی وی، برای اینکه فقط فضا پر میکنه و از لحاظ تصور و ذهنیت خوبی به جا نمیذاره. شما قطعا وقتی که از اربتا فارغ التحصیل شدی، مسترتو گرفتی، یه تز انجام دادی، تو اون تز کلی چیزهای تکنیکال و فنی مربوط به رشته خودت یاد گرفتی، اونا رو توش بنویسی.
این که مثلا من چه میدونم ویندوز بلدم، خب اصلا چه توقعی؟ یعنی من خیلی وقتا دیدم بچه ایرانی مثلا می‌نویسن ما ویندوز بلدیم کار کنیم. بابا دیگه بیخیال، ویندوز کار کردن چیزی نیستش که بخوای تو سی وی به اون طرف نشون بدی. نظر شخصی منه چیزایی هم که میتونه تاثیر مثبت نداره و حتی میتونه تاثیر منفی داشته باشه رو هم خیلی نذاریم، گیجشون نکنیم. مثلا اینکه حالا شاید نشنالیتی، اگر پوزیشن نخواسته نشنالیتی چیه، لزومی نداره خودمون اول بولد بکنیم که بگیم که مثلا ما یا مثلا خیلی وقتا بچه‌ها آلمانیشون خوب نیست، اصلا آلمانی بلد نیستن، میان دویچو می‌نویسن ضعیف. من اینو دیدم. خب اگر آلمانی خوب نیست، اصلا آلمانی نیار توی سی ویت. چه کاری که بخوای آلمانی رو بیاری و بعد بنویسی ضعیف که یه بار منفی بیاره توی طرف. بنویس زبان انگلیسی مثلا مسلط، پرشین هم زبان مادری. چیزایی که نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که چیزایی که خیلی ضروری نیستن رو خیلی نیاریم. بعد یا یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم، سافت اسکیل هم خیلی مهمه. یعنی اون اشعاری که اونجا نشسته، مثلا این بالا ما اومدیم یه سری فاخ کامپتنس گفتیم مثلا ما اینو چیزای فنی تکنیکال هر چیز اینا رو بلدیم. اون طرف واقعا دوست داره که ما بعضی وقتا اینو ارزشش رو پایین نگاه میکنیم، هابیا یا سافت اسکیلا، اینا هم واسش مهمه. میخواد ببینه اون آدم از چه سلیقه و علایقی پیروی میکنه که به تیمش برمیخوره یا نمیخوره. سافت اسکیلا هم به نظرم حتما توش بذاریم. نکته خیلی مهم اینه که گفتم یه نامه رسمیه، هر نامه رسمی یه امضا میخواد، بنابراین ما امضا هم باید داشته باشیم. فراموش نکنید، یعنی اگر نفر امضا نکنه، اولین چیزی که تو ذهن، حالا اولین اغراق نکنم ولی این تو ذهن اون اچ آر یا تو ذهن اون طرف خطور میکنه که یه کار غیر پروفشنال انجام داده. این هم حواسمون بهش باشه. بعد حالا تو آره پدرام جان میشه تو اینجا بود، چون من اون یکی مانیتور حواسم خیلی چیز نیست. بله اینجا فقط گفت یه سوال اینه که اگر کار حالا تو آلمان باشه ولی به انگلیسی باشه، ما رزومه انگلیسی باید بفرستیم یا رزومه آلمانی؟ آره ببین اینو باز میگم، من نمیگم باید تکرار میکنم آره. چیز نشه. من خودم الان دارم گهگاه جست گریخته اپلای میکنم. من اگر ببینم یه جاب دیسکریپشنی به انگلیسی هست، من همین سی وی رو چت جی پی تی قربونش برم 3 سوت میتونه واسط انگلیسی بکنه، خیلی هم خوب. من ورژن انگلیسیش هم دارم. اگه ببینم جاب دیسکریپشن انگلیسی هست، من به شخصه میگم من این کارو میکنم، من انگلیسیشو میفرستم. برای اینکه اون آدم حتما دلیلی داشته که انگلیسی فرستاده دیگه. میخواد ببینه که یا اون کسی که داره چک میکنه، نظر شخصی من، اون کسی که داره چک میکنه آلمانی بلد نیست، یا میخواد ببینه که چجوری اگر زبان اول برای من زبان اولم تو زبانهای خارجی آلمانی، انگلیسی به اندازه آلمانی مسلط نیستم. اگر سی وی انگلیسی دادم و اون آدم بخواد بفهمه حالا آلمانیم در چه وضعیتیه، هم از این میتونه بفهمه، هم از این کارهایی که به هر حال کردم میتونه بفهمه. به خاطر من به ساختار اون پوزیشن احترام میذارم. اون انگلیسی نوشته، منم انگلیسی میفرستم. اگر آلمانی نوشته باشه، منم آلمانی میفرستم. اوکی. خب اگه بیایم بپرسیم از طرف چی؟ یعنی میدونی چی علی؟ یه دلیل اینه که میتونه انگلیسی جاب دیسکریپشن رو زده باشن اینه که شرکت اینترنشناله و میخواد آپشن هاش بیشتر باشه برای هایر کردن. خب آیا این کار درستیه بری از اون طرف؟ به هر حال کانتکت پرسون اون زیر هست، زیر هر آنسایگه‌ای بپرسی آقا سی وی منو انگلیسی میخوای یا آلمانی؟ بازم نظر شخصی من فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه. شاید حتی بد نباشه که من خودم یه بازه این کارو می‌کردم. اگه می‌خواستم اپلای بکنم قبل از اینکه مدارک رو بفرستم، با اون کانتکت پرسن یه تلفن الکی می‌زدم، خودم معرفی می‌کردم که اسمم تو ذهن اون آدم بمونه. 4 تا سوال الکی از همون جاب دیسکریپشن هم در می‌آوردم که مثلا نشون بدم چقدر واسه من مهمه و چقدر من ریزبینم. و خیلی وقتا اتفاق میافتاد که میگفتن آقا که حالا پس ما یادداشت میکنیم اسم تو بفرست. آره اگر این امکانش هست،
این سوال رو میشه با یه تماس و تو لالوی همه اون سوالای دیگه که میپرسیم، چرا که نه. یه سوال جالب میتونه باشه که آقا جاب دیسکریپشن شما، اشترین آسخایبون شما به انگلیسی است، ترجیحتون چیه؟ ترجیحتون اینه که سی وی من انگلیسی باشه یا آلمانی؟ به نظر من هیچ مشکلی پیش نمیاد. مرسی، واقعا پوینت ولیدی گفته، این که قبلش یه تماس بگیرین، به یه بهونه یه چیزی 4 تا سوال بپرسین، این میتونه یه دید مثبتی رو اون طرف از شماها بذاره. من خودم اینو اون دورانی که شروع کار گشتنم بود، توی 2 تا از این سمینارهای کوچینگ رفتم، سمینارهای مجانی که عملا میان خیلی بیسیک رو بهتون میگن، این چیزایی که الان علی داره میگه یه ذره آوت آف د باکس و اینا رو بهتون نمیگن، ولی همون بیسیک ها هم مهمه. اینا رو میتونین برین بچه‌ها. من چیزایی که دیدم مثلا جاهای اینا رو برگزار که شاید اصلا به ذهنتون نرسه، مثلا آوکا برگزار میکرد اون موقع، برین دنبالش بپرسین. و آقوایس آگنتور هم اون هم میتونه ساپورت بکنه. من خواستم اینجا این وسط علی، من هر چی به ذهنم میاد سریع میگم. آره دمت گرم، مرسی، خیلی هم خوب. آره خیلی عالی، نکات خیلی جذاب. ولی خب اینا چیزای بیسیک رو میگن و در نهایت خب اون کوچی که علی رفته دنبالش و اینا خب قطعا یه چیز بهتریه. ولی خب اگه کسی شرایطشو نداره یا نمیخواد، مثلا الان صلاح نمیدونه بره مثلا هزینه آنچنانی بکنه، رو اینا میتونه فکر کنه. جاهایی برگزار میکنن که به عقل جنم نمیرسه. آره ایوه، خیلی هم عالی. خب نمیدونم چقدر سوال در زمینه سی وی داریم. حالا یه سوال دیگه راجع به سیگنیچر گفتن، دیجیتال سیگنیچر. آره قطعا اون خیلی اصلا این قضیه‌ای که توی کالچر کاری آلمان دیجیتال سیگنیچر خیلی دیگه هضم شده، کاملا اوکیه. در اون زمینه اصلا هیچ نگرانی نداشته باشین. کلا فقط این هدف اینه که به اون طرف نشون بدین که آقا من میدونم یه نامه رسمی زیرش یه امضا داره و این امضا رو کردم. اون امضا کاملا اوکیه. این چیز دیگه هم داریم پدرام؟ آره خیلی من سوال متوجه نشدم. اگه آلمانی باشیم ولی آلمانی خوب بلد نباشه، اگه نشنالیتیت آلمانی باشه و آلمانی خوب بلد نباشه سورپرایز نمیشه. خب چرا میشه؟ چرا میشه، ولی خب ما توی لول زبانمون هم که دروغ نمیگیم دیگه. یعنی اگر گفتیم آقا اینقدر بلدیم دیگه. ولی اگه هیچی بلد نیستیم نگیم که هیچی بلد نیستیم. چرا هیچی ننوشتیم، دروغ هم نگفتیم. تو مصاحبه آقا من تو سی ویم نوشته بودم که من فقط انگلیسی بلدم. آره از این نظر فکر میکنم که اینجوری باشه. میتونیم بریم سراغ مبحث مبحث آنشخایبن یا موتیویشن لتر یا کاور لتر. یه سوال من اینجا بپرسم. جانم پدرام جان. راجبه همین حالا زبان آلمانی، یعنی مثلا به نظر تو اگر نمیدونم حالا من موقعی که آلمان نبودم و برای آلمان اپلای میکردم، ذهنیت خودم بود و خب حالا از یه سری هم پرسیده بودم که شاید بد نباشه اگر آلمانی حتی در حد بیسیک هستی بنویسیم. آره ببین آره بیسیک هستی. من در مورد هیچیش داشتم میگفتم. قطعا ببین یا کن شما توی شرکت که کار میکنی میری تو آشپزخونه با همکارت یه قهوه میخوری، واسه قهوه خوردن یه اسمال تاک خیلی کوچیک انجام میشه. چه خبر، چطوری، چه مثلا چه اتفاقی واسه افتاده، آخر هفته چیکار کردی، میشه آ1. این در حد آ1. این برای کمپانی اتفاقا میتونه ارزش داشته باشه که میدونه آقا آدماش میتونن با هم دیگه تیم اپ بکنن، میتونن رفاقت ایجاد بکنن. یعنی همون آ1 که توی کافه پاوزه شما میتونی با هم دیگه یه گپی بزنی، از هابیت بگی، از وخنندت بگی، از این بگی، همون با لول آ1 که میتونی انقدر دیالوگ بکنی، از اینکه نتونی دیالوگ بکنی خیلی بهتره. بنابراین اغراق نباشه. ولی مثلا موضوعی بودش که یکی از بچه‌ها این واقعیته، این که میگم این واقعیت، یکی از بچه‌ها ما داشتیم چند وقت پیش، یه سال خورده پیش سی ویشو با هم دیگه بررسی می‌کردیم. جلوی دویچ نوشته بود کاینه، یعنی اصلا هیچی. خب این دیگه این منظورم بود که این دیگه فوله.
این اتفاق نیفته، ولی آره قطعا حتی میگم آیک هم میتونه تو همچین جاهایی یه اپسیلون چی، یعنی اگر طرف واقعا نیاز به زبان آلمانی نداشته باشه سر کار، بدون تو آیک بلدی میدونه که آقا با همکارش میتونی تو فایت سایت بعد کار هر چیزی گپ و گفتگو داشته باشیم. اوکی. عالی. بعد یه نکته‌ای که گفتم من واسه کل مدارکم یه لی‌آوت یکسان استفاده کردم. همونجوری که اینجا می‌بینید یه هدر درست کردم که حالا مشخصات، آدرس، مدرس، همه چی، تلفن، همه چی اینجا هست. همین لی‌آوت رو عیناً استفاده می‌کنم برای آنشرایبن. یعنی همین لی‌آوت اینجا هست برای اینکه اینا مدارکی که پشت هم حالا احتمالاً میتونیم چیز کنیم. در مورد آنشرایبن بزنید یه چیزی بگم. امروز روز من خودم اگر الان بخوام واسه کاری اپلای بکنم ببینم که آنشرایبن نمیفرستم، برای اینکه خیلی به نظرم کمن کسایی که واقعا وقت میذارن. کسی که در مورد من چیزی بخواد بفهمه از این 2 صفحه سی ویم فهمیده. کمن کسایی که واقعا برن 1 صفحه A4 رمان بخونن ببینن من چی نوشتم چی ننوشتم. ولی اصلا یه سری از پوزیشن ها ستاره دار آنشرایبنش، کاور لتر، آنشرایبن، موتیویشن لتر، همشون یه چیزن. خیلیشون ستاره دارن و مجبوریم که اینو بنویسیم. ولی با این وجود دیدم آدمایی رو هم که میگن نه بذار ببینیم طرف خودش رو حالا در قالب جمله، در قالب توصیف چجوری توصیف کرده. به خاطر همین نمیخوام بگم مثلا آنشرایبن رو بیخیال شیم، آنشرایبن هم داریم. تمپلیت نامه باشه، مخاطبمون کیه. من یه آنشرایبن همین امروز شروع کردم با کمک چت جی پی تی نوشتن برای یه شرکت فرضی به اسم اینوویتیو انجینیرینگ GmbH توی یه محل فرضی برای دانشجوی مهندسی مکانیکی که میخواد پرکتیکوم انجام بده. حالا ایناش مهم نیست، سعی کنید استاندارد نامه‌نگاری رو رعایت بکنید، یعنی اینکه تاریخش سر جاش باشه، مخاطبی که قراره اینو بگیره دقیقاً سر جای درستش قرار بگیره. چیز مهمی که فقط میخوام بهش اشاره بکنم اینه که من اینجوری یاد گرفتم که موتیویشن لتر، آنشرایبن یا کاور لتر 3 تا پارت باید داشته باشه که من حالا اومدم اینجا یه ذره با قرمز اشاره کردم بهش. پارت اول اینه که می خودتو معرفی میکنی، یا من این توانایی رو دارم، این کارا رو بلدم، این شخصیت منه. تو پارت دوم میای در مورد اون پوزیشن یه مقدار توضیح میدی که این پوزیشن دنبال این هست و این چالنج‌ها رو داره و این ویژگی‌ها رو داره، این کارا رو میخواد. و تو پاراگراف سوم یه نتیجه گیری میکنی که با توجه به اون 2 تا پاراگراف بالایی، با توجه به که من اینو بلدم و پوزیشن شما این چیزها رو میخواد، من خیلی واسه کار شما فیتم، خیلی مناسبم. یه واژه آلمانی دارم به اسم قوت فاده، فلش قرمز، یعنی اینکه از بالا تا پایین یه روندی رو شکل بدیم که مخاطب رو با خودش هی بکشونیم. یعنی شما تو پاراگراف اول خودتو معرفی میکنی، جالب میشه، میری تو پاراگراف دوم یه ذره کاره رو توصیف میکنی، تو پاراگراف سوم اون کسی که اینو میخونه تو ذهن خودش باید بگه که من الان توقع دارم اینجا این آدم بگه که چرا واسه این کار مناسبه با توجه به چیزایی که بالا نوشته. من خواستم اینو بهش اشاره بکنم که این روند، این اتفاق رو پی بگیرین، یعنی سعی کنین اینجوری بنویسین. و نکته دیگه اینم باز یه نامه اداریه، یه امضا میخواد. من همجوری امضا الان سریع اینجا زدم. نکات استراکچری و دیزاینی و اینا هم که دیگه حتما همتون میدونید. یه فونت یکسان انتخاب بکنید، از لحاظ نگارشی کاملا یکسان باشه، فاصله بین خطوط، فاصله فونت ها اینا همه یکسان باشه که تمام مدارکمون شکل یکسانی به خودش بگیره. اینجوری باشه یکیش آریال باشه، یکیش تایمز باشه، اینا همش یکسان باشه که ذهن مخاطب، ذهن اون خواننده هم خیلی درگیرش نه، خیلی آشفته نشه. و سوال فقط جای فونت، یعنی منظورت اینه که هر 2 موتیویشن لتر و سی وی 2 تاش فونت ها یکی؟ آره اصلا یک دیزاین، ببین یک لی‌آوت یکسان، یک دیزاین یکسان، فونت یکسان، سایز یکسان، همه چیشون یکسان باشه. چون یه آدم با یه سیستم نامه‌نگاری ثابت داره 2 تا نامه می‌نویسه، یکیش لیونزلاف، یکیش موتیویشن لتره. هر دوش خروجی یک آدمه، هر دوش خروجی یک مایندسته، یک ماشینیه که داره اینو تولید میکنه
و شبیه هم باشه. اینجوری نباشه که توی یکی فونت آریال 10 استفاده بشه، توی یکی تایمز 12. خیلی وقتا اصلا اگر میخواین مثلا به کار دانشجویی به یه استاد یا به یه دانشجو دکترا ایمیل بزنین، میتونید همه این پی دی اف ها رو پشت هم بذارین و یه رول از همه این پی دی اف ها داشته باشین. طرف صفحه اول جلد، صفحه دوم سی وی، صفحه سوم سی وی، صفحه چهارم آنچخایبن، صفحه پنجم داکیومنت های دیگه، همه رو این یک کتابچه پشت هم ببینید. خیلی وقتا این کارم میشه کرد. آره کلا از لحاظ دیزاین پیشنهاد من اینه که همش یکسان باشه. و نکته دیگه‌ای که به ذهن من بخواد خطور بکنه چیز دیگه ای نیست. اگه سوالی هست میتونیم دربارش دو تا بحث سوال از قبل، یه کامنت و یه سوال از قبل بود آره جان بفرما. از سی وی. یکی این که امیر حسین پاسخ داد راجع به این که هم سوالی که اگر انگلیسی باشه انگلیسی سی وی بفرستیم یا آلمانی، که گفته که حتی اگر هایرینگ منیجر انگلیسی باشه بهتره که آلمانی بنویسیم. نظر امیر حسین. و شیوا هم پرسیده که اگه مثلا سطح کورسی که داریم به آینس باشه ولی امتحانی نداده باشیم، تو سی وی سطح یعنی خودمون سطح کورس ها بنویسیم یا حتما باید یه سرتیفیکیتی باشه که بر اساس اون ما سطح رو بنویسیم؟ ببین من خب حالا امیرحسین اون پیشنهاد داده، شاید که قطعا خب نظر امیرحسین میگم اومدیم اینجا تبادل نظر بکنیم. شاید هم بشه اینجوری نگاه کرد که حتی اگه جاب دیسکریپشن انگلیسی نوشته شده ولی اون کسی که داره نگاه میکنه اسم کانتکتی که اومده داریم میبینیم کانتکت آلمانیه، سی وی آلمانی بدیم. من سی وی انگلیسی میگم حتی لزوما درست نیست ولی خب حالا شاید اونم درست باشه. در مورد شیوا نظرش این که ببین ما که مثلا اپلای میکنیم دیگه مدرک زبانمونه که توش نمی‌نویسیم که آقا حالا مثلا بیا این از فولکوخشوله من به یک رو پاس کردم. اگه واقعا کورس به یک رو رفتیم و زبانمون در حد به یک هست، واقعا خب به یک رو می‌نویسیم. کسی هم فردا نمیاد به ما بگه آقا تو گفتی به یک، برو یه مدرک به من ببینم واقعا به یکی نه. اگه به یکی میتونی در حد به یک کامیکیت بکنی، توی مصاحبه قطعا همون به یک تو به طرف نشون میدی. و نظر من اینه که نه دیگه مدرکشو نداریم، فقط تو کورس شرکت کنیم و واقعا لول زبان اون به یک، همون به یک رو بزنیم. خیلی لازم نیستش که حالا درگیر چیز بشیم، داکیومنت بشیم و بخوایم سرتیفیکیت ببریم. آره من یه چیزی میگم، اگر واقعا دیدین کسی ازتون مدرک زبان خواست، بدونین دنبال پیچوندن داستانه. آره نرین دنبالش اصلا. یعنی اگه طرف انقدر بیکاره که مدرک زبان بخواد از شما بگه آقا گفتی به یک، اصلا تو اون کمپانی یا تو اون دانشکده یا تو اون شرکت تو اونجا اصلا کار نکنه آدم بهتره. دقیقاً همین. اجازه است یه سوال بپرسم من؟ 100% آقا خوب گل. ارادت من خوب شما. آقا خیلی مخلصی، مافیا نیستی استاد. من کوچیک شما، من سر کار بودم دیر رسیدم، ممکنه توضیح داده باشی سوالمو، بیشتر مربوط به بخش سی ویه. مثلا من خودم یه سابقه کار ایران دارم، حالا تو همون عمران، ولی یه بخشی که الان اون چیزی که میخونم بهش مربوط نیست. خب حالا بعدن میخوام اپلای کنم برای کاری که خیلی با این سابقه کاری که داشتم فرق بکنه، این تو سی وی بیاد یا نیاد بهتره؟ میدونی از چه نظر میگم طرف مثلا سابقه کار منو میبینه میگه این اصلا یه چیزی دیگه است نسبت به کاری که الان میخواد بکنه. این اومدنش درسته یا نه توی سی وی به نظر شما؟ آقای پروفسور من سوالت رو با سوال پرسم، ضررش چی میتونه؟ من فکر کنم سوالت رو مطمئن میشم سوالت رو درست متوجه شدم. شما میخوای یا تو ایران یه سابقه کار داشتی ان سال یه کاری کردی که الان اومدی آلمان داری یه درسی میخونی و توی زمینه‌ای داری متخصص میشی که متفاوته با اون کاری که توی ایران کردی و داری اپلای میکنی برای یه کاری که با تجربه الانت سازگاره، با تحصیل الانت سازگاره. دقیقاً. سوالت اینه که تجربه گذشتم که مرتبط به این کار نیست بیارم یا نیارم؟ درست فهمیدم؟ آره من میگم مثلا طرف سی وی رو باز میکنه، سابقه کاری رو که نگاه میکنه، میگه این که اصلا خیلی پرت به ماجرایی که من دنبالشم،
میگم مثلا تاثیر منفی نداره براش؟ آره ببین، نه چرا باید تاثیر منفی داشته باشه؟ شما نقطه عطفای زندگی تو توی سیویت نوشتی، شما یه جایی مهاجرت کردی و شروع کردی یه تحصیل جدید و یه رشته جدید خوندن. من اگر بخوام یه همچین آدمی رو ببینم واسم تاثیر مثبت میذاره. یعنی من میگم که آقا این آدم حداقل درسته که کاری که کرده ربطی به چیز نداره، ربطی به کاری که ما الان ازش میخوایم نداره، ولی این آدم تو محیط کار قرار گرفته، این آدم پیچ و خمای کار رو دیده، این آدم میدونه که اگر توی کار مثلا ددلاین داشته باشه، استرسی بشه، چجوری استرسش رو منیج بکنه. و این آدم 5 سال مثلا توی کمپانی کار کرده، 5 سال توی تیم بوده، 5 سال تسکای مختلف رو تونسته انجام بده. پس این آدم آلردی یه سری توانایی ها داشته و اینها رو قبلا تو کار قبلیش اثبات کرده. حالا یه نقطه عطفی تو زندگیش ایجاد شده، کشورش رو ترک کرده، مهاجرت کرده، اومده درس این کار رو خونده. ولی من میتونم بفهمم این آدم کاریه، قبلا کار کرده و موفق بوده. من اینجوری میبینم. حالا اصلا هم نمیتونم متصور بشم که تاثیر منفی بذاره. اگر کسی نظر متفاوتی داره خوشحال میشیم بحث بکنیم. من هیچ جوره نمیتونم متصور بشم که تاثیر منفی داشته باشه. اینکه شما حالا قبلا یه کاری کردیم، موضوعش یه چیز دیگه است، الان میخوای کار دیگه بکنی، اونو از سانسورش بکنیم از سی وی. من اینو حداقل نمیفهمم. یه سوال دوستمون میخوام بگم. بگو رضا جان. نه بهنود سوال داشت ادامه میداد، من وسط حرفش پریدم. نه ببخش. یکی دیگه مثلا من الان یه کاری حالا تقریبا جنرالی منتها توی شرکت خوبی انجام میدم که اصلا ربطی به رشته‌ام نداره، همین کار دانشجویی. مثلا تو بخش کوالیتی یه شرکت دارم کار میکنم. خب این شرکت مثلا آخر کار بهم سویکنیس و اینا رو هم میده. اونا رو چی؟ اونا رو تو رزومه بیاریم خوبه یا نه؟ نظر شخصی من 100% خوبه. ببین ببین رضا، علی من این چیز بگم. آره بگو. همه چی رو توی رزومه بیارین. آره. این برای کسی که تازه فارغ التحصیل میشه طبیعتا تجربه کار، مثلا توی اون اشترناوسشخایبوگ می نویسه آقا جان 5 سال تجربه در نمیدونم فلان فیلد نداره. خب ولی اون چیزی که داری و باید نشون بدی. اینجوری نباید فکر کنی که آقا جان این ربطی نداره من پس ننویسم. بودنش به مراتب مثبت‌تره. و من حتی به شخصه یه بار خیلی وقت پیش یه فیدبکی گرفتم از یکی که من یه لوکه، حالا به دلیل مسائل شخصی یه لوکه توی رزومم بود و اون لوکه من یعنی لوکه چیزه یه جای خالی. آره درست. چند سال چیز بود. بعد به من یه نفر یه فیدبک داد، گفت آقا تو اینجا حتی تو این مدت مکدونالد هم نرفتی کار کنی. یعنی حتی اونم باید بنویسی که واسه کسی که میدونید تازه فارغ التحصیل میشه، اونقدی سابقه کاری نداره، به هر حال باید رزومه رو یه جوری پر کنی، به یه مینیمومی برسونی، نه با الکی و جفنگیات، ولی با کار درستی که کردی. یعنی حتی واسه یه فارغ التحصیل هیچ ایرادی نداره که بنویسه آقا جان من 2 سال 3 سال مکدونالد برگر کینگ بالای تیولی کار کردم. خب این باز نشون میده، همون ایمپرشن رو میده که آقا جان این طرف کاریه، این طرف دنبال یادگیری، دنبال پیشرفت، دنبال بیکار بودن نیست، یا دنبال الکی آرزوها فقط نیست، داره میره زحمت کشه. و این 2 تا فاکتور خیلی مهمی که توی واقعا هایرینگ مهمه، یکی این که بفهمن آقا طرف کاری زحمتش رو میکشه، یکی این که با هیچ چیز جدیدی مشکل نداره، یاد میگیره. میدونی یعنی حتی توی بعدها مصاحبه حضوری هم که رفتین، چیزی که واقعا من تجربه شخصی خودم بود که یه جورایی توی مصاحبه من برگه برندم بود، هر چی ازم سوال کردن من با یعنی از پوزیشن بالا بهشون گفتم آقا جان شما هم میپرسی این کارو کردی این کارو کردی؟ نه من معلومه این کارو نکردم، ولی ببین این کارا رو کردم و اینا هیچ کدوم به هم ربط نداره. پس این نشون میده من همه چی رو دوست دارم یاد بگیرم و سریع هم یاد میگیرم. مشکلی نداشته باش با هایر من. دمتون گرم. مگر این یه کسی میشه مثلا چه میدونم مثل علی که تا حالا 3-4 تا 4-5 تا شرکت عوض کرده دیگه بخواد همه رو بنویسه، یا مثلا کار دوران دانشجوییش اگر بی ربطه بخواد بنویسه دیگه رزومه بیش از حد زیاد میشه و بورینگ میشه. اون وقت خب اونایی که نیاز نیست حذف میکنه و مهمترینا رو یا مربوطا رو مینویسه. ولی کسی که تازه فارغ التحصیل شده هیچ ایرانی نه، همه رو بنویس.
دقیقا نظر من هم 100% مشابه نظر رضاست. شاید یه نکته کوچیکی بهش اشاره بکنم. بهبور عزیز، ببین همین که رضا میگه که اینها نشان دهنده اینه که تو آدمی هستی که دنبال یادگیری بودی، واقعا واسه شرکت ها اونا هم میدونن کسی که تازه میخوان وارد کار بشن دنبال آدمایی میگردن که علاقه‌مند به یادگیری باشن. حتی فقط شاید یه نکته کوچیک، همین یه آبایتسورگنیزی که تو از کارفرمای الانت بگیری، تو این آبایتسورگنیز کاراکتر تو برای کار کردن توصیف میشه. یعنی میگه آقا بهبور همیشه آن تایم بود، بهبور همیشه مثلا تسکاشو به موقع انجام میداد. همینا کلی بونوسه واسه تو. یعنی همه اینا برگ برنده است که آقا از لحاظ مایندست کاری این آدمی نبودش که یه روز در میون بیاد سر کار بپیچونه فلان بکنه. همه اینا مدرک هستش که یه نفر دیگه ای که رئیس تو بوده داره به رئیس بعدیت این گواهی رو میده که آقا بدون آدمی که بخوای استخدامش بکنی داره این شخصیته. و به نظر من خیلی خیلی هم مثبته. ممنونم از راهنماییتون. قربون تو برم، مرسی. اگه تو این زمینه چیزی نیست، من فقط دوباره یه سوال در مورد تاپیک قبلیه که تو چیز پرسیدن. اگه مثلا همون جاب دیسکریپت، اگر یه جاب را هم به انگلیسی هم آلمانی پست کرده باشن فرقی میکنه چه زمانی اپلای کنی؟ وجود داره همچین چیزی؟ من ندیدم یه پوزیشن یه شغلی رو به 2 زبان گذاشته باشن. من ندیدم. معمولا تو هیوی ها من دیدم مثلا، یا مثلا پی اچ دی پوزیشن ها دیدم که 2 زبان ها میذارن. آره، اگر تو این اتفاق بیفته، نظر شخصی من اینه که اون زبانی که خودتون روش مسلط هستین رو بفرستین. یعنی اگر شما انگلیسی زبان هستین، سی وی و اشتغال ناشخواه به هر 2 زبان هست، شما انگلیسی زبان هستین، آلمانی رو نفرستین. یعنی خودتون رو نندازین توی یک چالنجی که اون طرف فکر بکنه اوه چه مثلا سی وی آلمانی خوشگلی انجام شده و برین و ببینین که این نیست. اگر آلمانی زبان هستین آلمانیشو بفرستین. نظر شخصی من. در ادامه هم یکی پرسیدن که اگر 2 تاشو با هم بفرستیم. من به نظرم اگه 2 تاشو با هم بفرستیم ضرری نداره. شده منم هر از چند این کاری کردم، ضرری نداره. به هر حال طرف باز میکنه میبینه 2 تاش عین همه، فقط این ایمپرشن به ذهنش میرسه که این آدم خواسته نشون بده که من نمیدونم تویی که داری این سی وی رو میخونی چه زبانی رو مسلطی، من هر دوشو واسط آماده کردم، هر کدوم دوست داری خود انتخاب کن. به نظر من ضرری نداره اگر موقعش باشه، ولی باز هم به نظر من مشکل پیش نمیاد. یعنی به نظر من بد نیست، توصیه نمی‌کنم، ولی واسه منم پیش اومده که این کار کردم، برای که شک داشتم اون آدم رو این زبان مسلط هست یا نیست. به عنوان ادیشنال داکیومنت سی وی اون یکی زبان رو هم من هم فرستادم. بعد یه سوال دیگه هم هست که خیلی سوال خوبی آقای پور میکایی. با داشتن مدرک دکترا توی آلمان ما اوورکوالیفاید حساب میشیم یا نمیشیم؟ سوال بسیار بسیار خوبیه. تجربه شخصی من با دکترا اومدم شروع کردم اپلای کردن. دکترا که دفاع کردم 2-3 ماه بعد هنوز تو دانشگاه بودم. تجربه شخصی خودم میگم، من 3-4 تا موقع شغلی به دست آوردم بعد از دکترا. ببین ما کسایی که دکترا انجام میدن توقعشون از خودشون یه ذره میره بالاتر. من 3-4 تا پوزیشن توی صنعت تونستم به دست بیارم بعد از دکترا، ولی حقوقی که بهم آفر داده میشد حقوق بیس دانشجوی مستر چیز بود، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. اگه میرفتم باشون نگوشیت میکردم که آقا من تجربه شخصی خودم رو میگم، قانون نیست، میگم باز برای بار دهم میگم، یه اتفاق من افتاد. 2-3 تا شرکت بود، یکیش بود به اسم هیرش فوگل، قطعات ماشین، قطعات خودرو تولید می‌کرد. یکیشون بود کرن انرژی، کرن تکنیک، یه پمپ‌های مگنتی تولید می‌کردن و میرفتم باشون بحث چیز می‌کردم، بحث این می‌کردم که بهم گفتن آره بیا شروع کن کار کردن، ویلکام فلان این حرفا. منتها حقوق بیس مستر یا بچلر تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده ارائه میدادن و وقتی که باشون بحث می‌کردم خیلی واسه شون این چیز نبود که قابل قبول نبود که خب حالا
من دکترا انجام دادم، کار کردم، شاید از یه مستر یه ذره حقوقم باید بیشتر باشه. میگفتم ما اینو بهت آفر میدیم، میخوای بیا، نمیخوای دیگه مشکل خودته. طول کشید و واقعا طول کشید تا اینکه شغلی پیدا کردم که به خاطر داشتن دکترام حاضر بود یه ذره بیشتر از، حالا یه ذره که نه واقعا شاید محق نسبت به کوالیفیکیشن هم به حقوق ارائه بدن. آره اوور کوالیفاید حساب میشیم، یعنی اینجوری نیست که بگه که تو دکترا داری نه یا، بلکه میگه که خب دکترا داری واسه من تجربه کاری تو صنعت نداری، معادل بقیه بهت چیز میدم، تو ذهن خودمون اوور کوالیفاید میشیم. اتفاق میفته شاید کار پیدا کردن خیلی جا هم پیش میومد که خودشون تو اینترویو یا اصلا تو پروسه چیز میگفتن آقا ما میدونیم که تو توقعاتت بالاست، چه از کار چه از حقوق، به خاطر همین دیگه تو پروسه بعدی منو نگاه نمی‌کردن و میگفتن که مناسب نیستی و اینکه میدونیم تو خیلی موتیویت نخواهی شد با آفری که بهت میدیم. این اتفاق میفته ولی دیر یا زود داره، کاری که مناسبمون هست و دوستش داریم و حقوقش هم چیز هست قطعا یه روزی میرسه. هیچکی نشده که اون کاری که دوست داشته باشه رو بهش نرسه و اتفاقات چیزی بیفته. ولی آره یه ذره یه فیلتر کوچیک میشیم سر این قضیه بابت این سوال. خیلی طولانی توضیح دادم. درآمد تو مقطع مختلف. آره خب این سوال خیلی سوال کلیه. آقا پدرام فکر کنم ما به فالو آپ نیاز داریم بریم سراغ بحث درآمد و این داستان‌ها. ببینید بحث خیلی مربوط به چیز نمیشه، مربوط به جلسه. آره بذارید کوتاه بگم، من عدد نمیگم اصلا بهتون برای اینکه ذهنتون رو درگیر نکنم، ولی اینجوری فقط بهتون میگم که درآمد به خیلی پارامترهای مختلف ربط داره. چیزی که خیلی تفاوت ایجاد میکنه رشته است. رشته هایی که الان تقاضا توش زیاده ولی عرضه کمه، نیروی متخصص واسش کمه ولی خیلی وایرال شدن، مثل تمام رشته های آیتی، مثل تمام رشته های بحث های ای آی فلان حرفا. من علی داریجانی هم توی گروه دیدم یه لحظه، اون قطعا میتونه بهتر از من توضیح بده. اینا خب تقاضا بالاست، تعداد داوطلب کم، میتونن بچه‌ها حقوق بالا درخواست بدن چون نیرو وجود نداره میپذیرن. ولی رشته‌های خیلی خیلی کلاسیک که حالا مثلا ارتباط داره سالی 2000 تا ازشون مهندس تولید میکنه، رقابت خیلی بالاست، به خاطر همین درآمد میاد پایین‌تر. یعنی یه فاکتور واقعا رشته است که تو چه رشته‌ای داریم صحبت میکنیم، آیتی، کامپیوتر، ای آی، سایبر سکیوریتی، اینا رشته‌ای هستن که خیلی وایرالن. و نکته بعدی ابعاد شرکت. علی الان تو قطار بود نمیتونم چیز بشه گفت. آره ابعاد شرکت، خب قطعا شرکت‌های بزرگتر، حالا شرکت‌های بزرگتر کوچیک‌تر اینا هم میتونن، باز رضا هم شاید بتونه اینجا نظر بده. شرکت رضا تو بوش کار میکنه، من هیچ وقت تو کورپوریت به این بزرگی نبودم. شرکت‌های بزرگتر شاید استارت بهتری بتونی بدی، ولی این نتیجه یا تجربه شخصی منه که رشد توی اون چارت سازمانی شرکت‌های بزرگتر شاید ذره کنتر باشه، شما کمتر دیرتر بتونی آپگرید بشی، برای اینکه اینقدر هی لول رو لول هست که شما از این لول بخوای به لول بعدی 5 سال طول بکشه. ولی تو شرکت‌های مید سایز شاید اولش با حقوق کمتری آدم بتونه استخدام بشه ولی سریع میتونه آپگرید بشه، بعد یه سال میتونی یه لول خودت رو بکشونی بالا، بعد مثلا 2-3 سال یه ذره بیای بالا و بعد 5 سال میبینی که نسبت به اون کسی که توی کورپوریت بزرگ بوده شاید درآمدت نه تنها کمتر نیست بلکه حتی هم بزنم بیشتر شده. این یه ذره خیلی به رزومه ربط نداره، میتونیم اگه خیلی علاقه‌مند بودن چیز کنیم، بعداً یه برنامه دیگه بذاریم توی زمینه صحبت بکنیم. آره درباره نگوشییت کردن حقوق هم خودش یه سری قلق داره، اونم یه موقع اگه آره حتما اون مهمه. اونم موضوع جالبیه. کلا در مورد اپ برای جاب پیدا کردن و همین این تاپیک ها میتونه یه تاپیکی باشه برای یه جلسه دیگه. دقیقاً خیلی مسئله مهمیه و خیلی هم مثلا چیزی نیست که بشه
تو این وقت کم راجبش صحبت دقیقاً. حالا نمیدونم اگه چون یکی از بچه امیر حسین پرسیده یه سری شرکت ها هستن به عنوان چیز واسطه کاری برای مثلا کاربر رو پیدا میکنن و 1 ماه حقوق میگیرن. آره یه سری هد هانتر هستن که این کارو میکنن. من تا حالا ندیدم هد هانترها از ما پول بگیرن. من با این قضیه مواجه نشدم. من کاری که خودم همین الان دارم انجام میدم یه هد هانتر واسم پیدا کرد. این کار رو برای برای هایدروجینیوس یه هد هانتر با هم صحبت کرد. خیلی از شرکت ها برای اینکه این اتفاق الان خیلی روتین شده، خیلی از شرکت ها برای اینکه هزینه های بخش اچ آرشون رو کوچیک بکنن، هایرینگ منیجمنتشون رو کوچیک میکنن، اچ آرشون رو کوچیک میکنن و آوتسورس میکنن. بر حسب اتفاق نمیدونم چرا اکثرشون هم تو انگلیس و لندن هستن. میره به یه شرکتی که فقط کار ریکروتری انجام میده، میگه آقا من یه آدم میخوام با این پروفایل. اونا میافتن دنبال چیز کردن، دنبال نیرو گشتن. برای این کمپانی پیدا میکنن مثلا 1 ماه حقوق، 2 ماه حقوق، حالا بستگی این که خودشون با هم چجوری چیز کردن. هر چیزی که من دیدم خودم و یکی 2 نفر از دوستام اتفاق واسهشون افتاده. من خودم کار خودم رو یه شرکتی توی لندن با هم صحبت کرد، 1-2 تا اینترویو با اونا داشتیم، اونا فیلتر کردن گفتن خیلی خب حالا بیا برو مثلا با رئیس آیندت توی این شرکت صحبت بکن. و نمیدونم چقدر پول گرفتن. اتفاق خیلی میفته. الان 1-2 تا دوستای دیگه هم که پارالل دارن دنبال کار میگردن هم به شدت درگیر اینترویو با اینجور هد هانترها شدن. به نظر میرسه که شرکت ها دارن اچ آرشون رو کوچیک میکنن، آوتسورس میکنن، میدن هد هانترها انجام بدن. بعدش حالا اون هم در مورد درآمده که پرسیدن بین فاند دکتر و استخدام شرکت ها اختلاف درآمد زیاده یا نه؟ اختلاف درآمد بین فاند دکتری و استخدام شرکت ها زیاد است. بله. شما عنوان دانشجو دکترا دیگه حقوقتون ثابته دیگه. قرارداد TBL تفایل دارین، اشتوفه E13 اشتوفه 1 2 3 4 مشخصه. و بیاین بیرون از دانشگاه حقوقتون خیلی بیشتر از این حرفا میشه. یعنی یه جامپ بزرگی میکنین. یعنی صنعت اصولا بیش از دانشگاه، خیلی بیش از دانشگاه حقوق میده. اوفنلیش دینست دیگه کار دولتیه، ولی صنعت حقوقش بیشتره. علی، آروین حرف قشنگی زده توی چت که خیلی برای کار اول سخت نگیرین این زمینه رو. هر چی شد برین، همونجوری که علی گفت راه پیشرفت بعدش باز میشه. دقیقاً. کار زیاد سخت نگیرین. و علی یه کلمه رو اشتباه گفتی. اوفنتلیش دینست لزوما چیزه به آمتر هستن، یعنی کارهای دولتی هم داریم. مثلا شرکت های دیگه مثل هر شرکتی، بوش، چه میدونم، زیمنس، اف هر جا، بنز، اینا اوفنتلیش دینست نیستن. آره نه من اینو نگفتم، دانشگاه گفتم اوفنلیش دینسته. دانشگاه اوفنلیش دینسته و قراردادها بر اساس TBL 13 اشتوفه 1 2 3 4 حالا هر چقدر میره جلو اونا اینجوریه. بعد صنعت که فایر ویرچافته، اونجا جای نگوشیشن و اینا هست. معرفی بودش که دانشگاه اوفنلیش دینسته و حقوق تو دانشگاه به شکل اوریج از صنعت پایین‌تره، خوبم پایین‌تره. آره میتونیم بریم سمت موضوع بعدی. من حالا در مورد رزومه داشتیم صحبت میکردیم. همین که گفتم من یه ترجیح شخصی من اینه که یک لی‌آوت یکسانی واسه همه داکیومنت هم داشته باشم. همین لی‌آوت رو واسه اپندیکس هم استفاده کردم و دوباره همین شکل و این بالا هم دارم. و یه البته این داکیومنت مال زمانی از پی اچ دی می‌خواستم واسه صنعت تبدیل کنم. حالا یه فهرست خیلی کوچیکی هم درست کردم که آقا تو این اپندیکس، تو این آنهانگ که دارم واسهتون میفرستم چه مدارکی هست که طرف با نگاه اول متوجه بشه که خب حالا توی این داکیومنتی که دارم واسش میفرستم مثلا چند صفحه است، نمیتونم الان 17 صفحه است، تو این 17 صفحه چه مدارکی رو گذاشتم. یه نگاه اوورویو بتونه داشته، اوبلیکی بتونه بهش داشته باشه. باز با همون لی‌آوت یه فهرست درست کردم و بعد دیگه حالا یه سری مثلا من به عنوان دانشجو دکترا اون موقع یه سری پروژه‌ای که تو دانشگاه انجام دادم و لیست کردم.
یه سری پابلیکیشن همو لیست کردم و بعد دیگه میاد حالا هر تورکنسی که دارین، مدرک، سرتیفیکیت ارتقا، نمیدونم سرتیفیکیت افا، اینا رو هم تهش گذاشتم با ریز نمرات. حالا شاید واسه طرف دیگه خیلی جذاب نباشه ریز نمرات لیسانس من رو بخونه، ولی خب به هر حال اینا هم توش هست و این میشه اپندیکس که اکثرا همین الان هم که من رسانه‌ای اپلای میکنم میبینم که میخوان دیگه، میگه که آقا حالا داکیومنت دیگه ای داری نداری، اونا رو هم واسمون بفرست. بازم خواستم فقط بگم تو همون لی‌آوت یه فهرست کوچیکی هم خودم شخصا واسهشون درست کردم که نشون بدم چقدر منظمم، نشون بدم داکیومنتیشن هم چقدر، چون به حال هر کاری که میکنیم داکیومنتیشن و نظم و انضباط فاکتور خیلی مهمیه. من سعی کردم با این کار بهشون نشون بدم که من آدم منظمی ام، آدم استراکچرالی هستم، دیسیپلین دارم، یک ترند رو پی میگیرم، حتی واسه اپندیکس هم یه ترند پی میگیرم و این حالا چیزی که در مورد اپندیکس و آنهانگ و اینا خواستم بگم. و سوال راجع به اپندیکس، اگر تو خود جاب دیسکریپشن منشن عنوان نکرده باشه لزومی نداره براشون بفرستیم وقتی از همون خواستن برای اطلاعات بیشتر. ببین خیلی پدرام، من الان میگم هر چنگایی که این برام اپلای میکنم اکثرا فقط سی وی ستاره داره، بقیه چیزا رو نمیخوان. ولی اگر یه داکیومنتی داری که خیلی جذابه، چرا که نه. البته آربایتسزوگنیسا و اینا هم خب ببین همیشه آربایتسزوگنیسا توش خیلی مثبت و اغراق‌آمیز رئیسا می‌نویسن، یعنی اون توضیحی که مثلا رئیس قبلی من از بر من نوشته قطعا از چیزی که من هستم خیلی بهتره و خب اینا همه چیزای مثبتیه دیگه. ستاره دار نیستن، من میفرستم، میگم برای اینکه تاثیر مثبت میذاره، ضرر که نداره. طرف اسمش اپندیکس دیگه، اگر نخواد مثلا باز نمیکنه، دانلودش نمیکنه اون وقت. ولی اگه واسش جذاب بود ببینه من تو اپندیکس هم آربایتسزوگنیسام چیه، یا مثلا من پتنت داشتم بخواد اینا رو ببینه، چیز میکنه دیگه، عدد ولیو میاره واسه آدم دیگه، ولی ضرری هم به نظرم نداره. آره و اینکه هیچی. رسیدیم سراغ این قضیه. یک دو تا نکته می‌خواستم فقط بگم کوتاه، یه جاهایی هم بهش اشاره کردم تو سی وی که اصلا هدف ما امروز سی وی و لیونز لاف بود. گروپ‌های مختلفی داریم، ما بهپور رو داریم که مثلا کلی تجربه کاری داره، مسترش رو داره تمام کرده یا داره تمام میکنه، میخواد وارد صنعت بشه. خب قطعا چیزایی که بهپور توش می‌نویسه با دانشجوی 19 ساله ترم یک یه ذره متفاوت باشه. من اشاره کردم که آقا چه می‌دونم ورد و پاورپوینت و اینا رو ننویسین، شاید بهپور نباید بنویسه که الان داره به عنوان مهندس با سابقه اپلای میکنه واسه شرکت‌های دیگه، ولی یه نفر برای کار دانشجویی اگر میخواد اپلای بکنه، ترم 2 بچلر هست، ترم 3 بچلر هست، مستر هست، هر چیزی میخواد واسه دانشکده‌ای کار دانشجویی هیوی اپلای بکنه، تقریبا 80-90% کارهای دانشجویی همین کارهای ورد و پاورپوینت و اکسل هستن. یعنی من خودم 4 سال تو همین دانشکده وتست ال که لیست هیویاشو بهتون نشون دادم اونجا کار میکردم، هیوی بودم، کارم کلا پاورپوینت بود. یعنی یه دانشجو دکترا یا یه سوپروایزر داره ریسرچش رو انجام میده، یه نفر دانشجو میخواد که یه سری داکیومنتاشو واسش آماده بکنه، پاورپوینتاشو واسش آماده بکنه، نموداراشو بکشه. اون آدم حتما، یعنی اون دانشجو حتما اشاره بکنه که آقا من اکسل بلدم، من پاورپوینت بلدم، برای اینکه اگه من الان دانشجو دکترام دنبال یه هیوی گرفتن هستم واسم مهمه و بگه چقدر هم بلده، نمره بده به خودش. واسم بخوام مثلا پرزنتیشن واسم آماده بکنه، واسم مهمه که ببینم اون دانشجو الان پاورپوینت بلد هست یا نیست، اکسل بلد هست یا نیست، چقدر بلد، فقط آره یا نه چقدر بلده، میتونه با اکسل مثلا ماکرو بنویسه، نمیتونه، پاورپوینت چقدر بلده. این خیلی مهمه. این نکته بودش که خواستم در مورد تیم گروپ یا آدمای هدفی که الان تو این جلسه هستن یه اشاره کرده باشم که خب لزوما اگر من اونجا گفتم آقا ورد پاورپوینت، حالا ویندوز رو دیگه واقعا ننویسیم هیچ کدوممون، ولی ورد و پاورپوینت و اینا رو ننویسیم، اون برای کسی بودش که آردی دیگه درسش تموم شده، تو پایان‌نامه‌اش کلی سافتور حرفه‌ای کار کرده، کلی سافتورهای فانت المنت و نمیدونم اینجور چیزا، اونا رو روش فوکوس بکنه، بی خیال ورد و پاورپوینت بشه. ولی یه دانشجویی که تازه داره اینجا درس میخونه و دنبال کسب تجربه است،
اون باید اصلا این رو بنویسه، چون از اون این توقع میره که ورد، پاورپوینت و اکسل رو بلد باشه. من چیزایی که میخواستم بهش اشاره بکنم رو تو ذهن خودم بود تقریبا همش رو بهش گفتم. خیلی بیسیک رو میخوام اضافه کنم به کل، یه چیز جنراله. ببین کلا غلط املایی و گرامری به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود توی نوشته های رزومه و اینا. یعنی این یه چیزیه که یه ایمپرشن وحشتناک منفی میذاره روی طرف. و الان روز با وجود چت جی پی تی و حالا ای های مختلفی که اومدن، دیگه اصلا از هیچ کسی قابل قبول نیست که آقا یه همچین غلط گرامری یا غلط املایی یا حتی غلط ساختاری داشته باشه. حتما بدون ترس، بدون هیچ چیزی، حتما از چت جی پی تی کمک بگیرید توی اپلیکیشناتون، توی رزومه هاتون، چون دیگه یواش یواش چند وقت دیگه باید بنویسین که توی رزومه آقا جان تو کارهایی که بلدین، آقا من بلدم با هوش مصنوعی کار کنم. این هم به نظر من خواهد اومد به زودی، حالا تو چند سال آینده. اینو خواستم بگم، مواظب این غلط‌های بیسیک باشین. اینا خیلی میتونه یه طرفی که طرف میگه آقا کاملا فیت واسه اون پوزیشن، اصلا پوزیشن اونه، یهو همه چی رو ببره زیر سوال. 100% هم با رضا موافقم. یعنی من خودم الان اگه یه نفری واسم یه سی وی بفرسته توش حالا یه دونه رو شاید بتونم چشم پوشی بکنم، ولی غلط املایی 2-3 تا باشه میگم آقا دیگه امروز روز همه چت جی پی تی استفاده میکنن. یعنی تو اینقدر زحمت ندادی که این سی وی رو 2 بار 3 بار از طریق چت جی پی تی، سافت‌ورهای دیگه بدی، اصلا زحمت بکشی بدی یه نفر دیگه ارزش بذاری، بدی واسط بخونه، چک بکنه، فلان بکنه، اینقدر سرسری گرفتی، نشون میده که تو آدمی هستی که خیلی موضوعات جدی نمیگیری. واسه من علی موسوی اگه همچین چیزی رسید هستم، حتی اگه آدم کوالیفایدی باشه، یه آدمیه که موضوع رو جدی نمیگیره و من میذارمش کنار. به خاطر همونجوری که رضا میگه این حتما خیلی مهمه دیگه توی امروز روز با این همه امکانات کامپیوتری ما نباید غلط املایی توی مدارکمون داشته باشیم. قطعا حرف که بزنیم کلی غلط میگیم توی زبانمون، آلمانی، انگلیسی، هر چیزی، اون هیچ اشکالی نداره برای اینکه لایو داریم صحبت میکنیم. ولی این داکیومنت رو ما ان وقت فرصت داشتیم که آمادهش بکنیم به عنوان یه تسک، به عنوان یه آفکابه انجامش ندادیم و این کاملا نکته منفی خواهد بود. نه من الان یه سوال دیگه هست من متوجه نشدم که نمیشه اینا من فکر کنم این واسه سوالو شرکت خیلی هاشون دنبال بزرگ کردن یه سری یه سری کاملا موافقم علی آقا، کاملا موافقم. یه سری هم هستن که دقیقاً دنبال دیتا گرفتنن و اصلا شاید اصلا دروغ میگن که ما یه مانداتی داریم، یه مشتری داریم که چیز میکنن، که دنبال یه نیرو میگردن. سال 2019 که من از پی اچ دی می‌خواستم بیام سر کار، خیلی با اینا برمیخوردم که طرف زنگ میزد آره مثلا تو اپلای کردی، فلان کردی، بیسار کردی، ما یه مشتری داریم، دنبال آدمی میگرده، دیتاهاتو بهم بگو، چی بلدی چی بلد نیستی. این حرفا همه رو پر میکرد و میرفت و دیگه ازش خبری نمیشد. و خیلی زیاد من باش برخوردم، خیلی زیاد، همونجوری که علی آقا اینجا تو چت هم میگه اینا دنبال پر کردن دیتاهاشون بودن ظاهرا. ولی من خودم پارسال تابستون از طریق یه هد هانتر اینترویو شدم و بعد رفتم قرارداد خیلی خوبی با هایدروجینیوس بستم و همزمان توی 6 ماه اخیر یکی دو تا از رفیقای دیگه هم که حالا توی سطحیم داریم با هم چیز میکنیم، اونا هم از طریق این هد هانترها جاب پیدا کردن. به خاطر همین من هم که یک نگاه منفی نسبت به اینا داشتم، نگاه هم یه ذره الان عوض شده و بهشون یه ذره دیگه باور دارم. چون خود من خودم مدیون که حالا اشتباهه، من خودم از طریق یه هد هانتر معرفی شدم به این شرکت. تو منم حالا یه سوال هم طرف خودش میاد از لینکدین پیام میده، جوابش که میدیدی اون جواب نمیده. آره خیلی اتفاق میده. منم کار جدیدم رو از این حساب. خب آره همین یه سوال منم داشتم که جدیدن خیلی میگیرم هدهانتر رو، به خصوص تو لینکدین خیلی مسیج میگیرم ازشون. و اینکه حالا من چون شرایط جاب اپلای کردن ندارم الان، خیلی جواب زیاد نمیده، فقط میگم اوپن نیستم.
ولی یه سریشون عنوان یا مثلا شرکتی که دارن براش هدهانت میکنن ها میارن، یه سریشون کلا هیچی نمیارن، فقط میگن ما دیدیم رزومت اینه فلانه، ما دنبال یه آدمی برای مثلا اسم شرکت نمیاد. حالا نمیدونم اونایی که اسم عنوان اون شرکتی که براش کار دارن میکنن و میارن میشه بهشون اعتماد کرد به نظرت؟ بازم من خودم این کاری که الان دارم میکنم. اون موقع هد هانتر پای تلفن اولین بار اسم شرکت رو گفت، یعنی توی بیشتر ناسخاربون جاب دیسکریپشن نبود و واسم سوال پیش میاد. برای اینکه جواب تو بدم الان پیش خودم فکر میکنم واسم سوال پیش میاد که یه هد هانتری مینویسه که آقا من دارم واسه شرکت فلان دنبال یه نیرو میگردم. همینجوری هم که آقا امین گفته واسه اکسترون اپلای کرده و خودشون گفتن چرا مستقیم اپلای نکردین. من اگر ببینم یه هدهانتر نوشته من دارم واسه اکسترون دنبال یه نفر میگردم، اولین کاری که میکنم من میرم تو سایت اکسترون میبینم این پوزیشن اونجا باز هست یا نیست. اگه این پوزیشن اونجا باز هست، خب من خودم مستقیم میرم اونجا، چون فکر میکنم اکسترون ترجیح میده که ایکس مقدار یورو پول به اون هدهانتر نده و شانس هم میره بالاتر. به خاطر همین واسه سوال پیش میاد که چرا بایستی چیز کنه، چرا بایستی اصلا ما به اینجا برسیم، چرا هدهانتر باید بگی که من برای کی دارم این کارو میکنم. یه ذره مشکوک میشه به نظر منم. آره. اوکی. علی جون سلام. به به آقا آروین گل. مخلصی. چطوری هستن خوبی؟ چاکر. آقا اگه اجازه باشه من یه نکته، اولا که همه چیزا که گفتین درست بود و عالی، من یه نکته کوچیکی میتونم این وسط بگم از تجربات قبلی؟ 100% بفهم. اولا که ممنون عزیزای عزیز، حالا داستان ایزا که طولانیه، ولی در مورد کار و چت جی پی تی و اینا من یه نکته بگم، استفاده ازش هم دیگه خیلی هم اکستریم نشه. یعنی مثلا بعضی وقتا من خودم سی وی میاد دستم، مثلا طرف همه جملاتش رو مثلا در حد شکسپیر نوشته، بعد مثلا وقتی باهاش مصاحبه میکنی میبینی که اینقدر خوب صحبت نمیکنی و هیچ کس اونقدر خوب صحبت نمیکنه، فقط در حدی که غلط نباشه کافیه به نظر من. لازم نیست همه جملاتمونم فوق حرفه‌ای باشه، یه جوری مصنوعی میشه اونجا. 100% کاملا درسته. آروین هم از دوستان هم دوره ماست. 23-4 سال من و آروین رضا با هم رفاقت داریم. آروین الان مدت هاست امریکا زندگی میکنه، اونجا تیم خودشو داره. اتفاقا دیروز که ما صحبت میکردیم از آروین خواهش کردم که با پدرام هم صحبت میکردیم، گفتیم ممکنه خیلی از بچه‌ها دنبال اپلای کردن برای امریکا و اینا باشن. خب آروین خیلی دیگه الان تجربه امریکا داره. گفتم که اینم از آروین هم خواستم که تو جمعمون باشه که اگه کسی سوالی در مورد اپلای کردن برای امریکا داره، چون خیلی پروسش متفاوته به نظر من. من یکی دو تا سی بی آی بچه‌ای که واسه امریکا می‌خواستن برن نگاه کردم، مثلا کلا خیلی متفاوته، دنیاهامون انگار زر متفاوته. اگر این کیس که کسی هدفش امریکا باشه، بتونیم از تجربیات آروین استفاده بکنیم. و اینکه آره دیگه 100% اینم هست دیگه، یعنی توقعات رو با چت جی پی تی و اینا زبان رو نکنیم شکسپیر، بعد طرف فکر بکنه چه آدم مثلا مسلط و زبانی هست و بریم تو اینترویو ببینیم در حد آیک بلدیم. همه چی اون اندازه باشه دیگه. آره ممنون آروین جان اومدی. حالا سوال دیگه هم آقا امین پرسیده که توی سی وی عیناً همون تسک هایی رو نوشتی که توی آبایت سورگنیس هات هست یا یه جور دیگه نوشتی؟ شاید در مورد دو تا واژه مختلف متفاوت صحبت میکنیم. من معمولا آبایت سورگنیس رو زمانی که از شرکت بیام بیرون میگیرم، یعنی مثلا کندیگن میکنم، میگم آقا من دارم کم کم میام از شرکت بیرون، از رئیس خواهش میکنم یه گزارشی از عملکرد من توی 3 سال گذشته بده. به خاطر همین وقتی که از شرکت میام بیرون که نمیتونم امروز الان نمیتونم تسک هام رو چیزی بنویسم که قراره تو آبایت سورگنیس هم بیاد. آبایت سورگنیس زمانی که از شرکت میام بیرون نوشته میشه. شاید منظورت توی قرارداد باشه. تو قرارداد معمولا یه اشتلن بشقای، حالا تو قراردادم نه، ولی یه اشتلن بشقای بوندی بین آدم و رئیسش
توی شرکت معمولا چیز میشه، نوشته میشه. من از اون خیلی استفاده میکنم. یعنی اما اصلا به عنوان چی اینجا استخدام شدم، وظایف من چی، یه دونه آفکام بشخایبون دارم، از اون استفاده میکنم. و اینکه خب واقعا کارهای روزمره‌ای که میکنم، یعنی مثلا تو سی ویم چیزی که نوشتم واقعا کاری که انجام میدم، مارکت آنالیز انجام میدم، نمیدونم Aufbau und Pflege strategische Partnerschaften، چیزایی که واقعا هست. و خب خیلی هاشم برای توی شرح وظایفم که بین من و رئیسم هست آلردی نوشته شده. علی من فکر کنم تو سوال درست نفهمیدی. شاید امیر بود سوال کرده بود، نمیدونم. امین ببین اگه من درست فهمیدم اوکی، اگه نه غلط فهمیدم بگو، باز هیچ کی نفهمیده. پس منظورش فکر کنم این بود که تو وقتی آقابایتسوگنیسی میگیری، بعد بر اساس اون کارهایی که کردی رو توی رزومت مینویسی که آقا من این کارا رو توی این شرکت کردم، عیناً اون جملات و تسکایی که توی آقابایتسوگنیست هست رو مینویسی یا فرمولش رو ریفرمولیت میکنی؟ درست گفتم؟ رضا منم دقیقاً درسته. آقا امین دستیار گله که بابا آقا ارادت، آقا خیلی مخلصی. عرضم به حضورت که امین جان ببین موضوع اینه که من الان توی این شرکت هایدروجینیوس هستم، خب، و از هایدروجینیوس آربایتسوگنیست ندارم. خب بنابراین این آفگاوایی که اینجا من لیست کردم چیزی نیستش که تو آربایتسوگنیست باشه، برای اینکه من هنوز آربایتسوگنیستی از هایدروجینیوس ندارم. نه خب تو آربایتسوگنیست از شرکت‌های قبلیت داری و اونا رو نوشتی توی رزومت. آره، ولی مثلا از این شرکت قبلی AD Driven Solutions آربایتسوگنیست دارم و آره اونا رو یه جورایی توی این موارد آوردم. دقیقاً. خب آخه مال من کارآموزی و ورک استودنت هم کامل، یعنی بولت پوینتی نوشته 5-6 تا تسک. خب بعد الان همون عالیه، قشنگ اصلا نشون میده که هیچ اغراقی هم نکردی، همونی که خب همونو عیناً کپی کنیم و که یه جوری دیگه آره نظری داری؟ نه چرا که نه، مثبت هم هست دیگه قطعا. یعنی بولت پوینت های مثبت و جذاب و ننوشته که مثلا امین دیر می اومده سر کار، اصلا اون که آفکاوه حساب نمیشه. آره چرا که نه، قطعا. اوکی مرسی قطعا خیلی هم عالی. من یه چیزی رو روتین دوباره اضافه کنم. استاندارد کار پیدا کردن تو آلمان، اجازه ندین هیچ چیزی مایوستون کنه. این یه چیز کاملا استاندارده که تعداد اپلیکیشن ها 3 رقمی بشه و حتی 3 رقمی مثلا 500-600 تا وسطای 3 رقمی. و این اصلا هیچ چیزی نباید بشه که آقا نه پس نشد، اینم نشد. اینا از هر کدومشون باعث بشه یه چیزی یاد بگیرین. یعنی یه جای کارتون میلنگیده، یه جای اپلیکیشنتون، سی وی تون یا یه چیزی میلنگیده، اینا رو هی درست میکنین. و خب خیلی هاشون هم که اصلا به این چیزا دقت نمیکنن و فقط میخوان همون دیتابیس خودشون رو پر کنن و نشون بدن که آقا جان ما شرایط مساوی رو مهیا کردیم برای همه، در نهایت بین این و این و این فلانی رو ما گرفتیم. چون باید شرکت‌ها اینو نشون بدن به نه تنها به اچ آرشون، بلکه هر شرکت یه بتخیبسقات داره که اون در واقع چه میدونم فارسیش میشه شونم سندیکای کارمندی، کارگری فلان اینا، که اونا در واقع پشت کارمندن، یعنی بین کارفرما و کارمند هستن و همیشه پشت کارمندن و باید به اونا ثابت کنه که آقا من شرایط مساوی برقرار کردم، با 4 نفر مصاحبه کردم، در نهایت تصمیمم روی این شخص بوده، تا بتونن اونا اوکی بدن و این استخدام انجام شه. نذارین اصلا مایوستون کنه، همینجور برین. و من فکر کنم هر کسی بپرسین واقعا 300-400 تا اپلیکیشن کرده تا اولشو گیر آورده. من بازم با رضا کاملا موافقم. کار اول واقعا کار سختیه، حالا 300-400 نمیدونم، ولی واقعا کار سختیه و این خیلی مهمه که مایوس نشیم. و اصلا وقتی که بیافتیم تو پروسه اپلای کردن، همونطوری که رضا گفت آدم خودش میتونه خودش رو بهتر بکنه، میفهمه، فیدبک میگیره. خیلی نکته درستیه که مایوس نباید شد. یعنی واقعا بایستی که امینم که الان من دیدم هست میتونه تایید بکنه. ما پارسال با امینم صحبت میکردیم، اون امینم به حال استرسای خودش رو داشت و پیش میاد دیگه، همیشه همینه سخته، ولی یه جایی میگیره و دیگه تموم میشه دیگه. یه اتصالی میکنه، کار پیدا میشه، دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. به نظر من پیدا خیلیش رندومه، خیلی شانسه
که کی اون کار درسته چیز بشه. علی جان من الو آره آروین جان بگو. دقیقا درست میگی، کار پیدا کردن ماراتونه، یعنی کاری نیستش که توی یه دقیقه انجام بشه یا مثلا چیز بشه، خیلی طولانیه. بخش همین الان یه نفر اومد سلام گرفت. خب یه سوال دیگه هم بود. من یه سوال دیگه دیدم آره. که در مورد نقاط ضعفمون هم اشاره بکنیم و نکنیم. من به شخصه به شدت میگم پرهیز کنیم از این کار. ما با رزومه میخوایم یه معرفی از خودمون ارائه بدیم و اصلا یکی از چیزایی که اول من اشاره کردم اینه که چیزایی که به ضررمون هست رو بولدش نکنیم، خودمون گنده نکنیم بگیم آقا این بده. سعی کنیم انرژی مثبت بدیم با رزوممون، چیزای مثبتی بگیم که اون طرف واسه اون طرف جذاب بشیم. قطعا تو اینترویو ازمون سوال میشه که حالا نقاط ضعفت رو تو چی میبینی و اونجا فرصت این هست که بگیم، ولی نیاز نیست اول کار بگیم سلام علیکم من تو این چیز ضعیفم. به نظر من اصلا نریم سمت این قضیه، مثبتامون هم اغراق نکنیم چون به حال تابلو میشه و اینکه توی اون بحث توی اینترویو قطعا مطرح میشه. حالا قطعا نگیم این چیز قطعی نیست، احتمال خیلی زیاد مطرح میشه و آره نریم سمتش. من یه دوتا خاطره بگم خودم شخصا. من یه سوال بپرسم قبل اینکه خاطره ببخشید یه چیزه، یه مسئله هست، حالا من خیلی تجربه یه صنعت ندارم، تو آکادمیک یه سری سی وی ها رو میدیدم، به خصوص سی وی های ایرانی ها، یه سری دیتیلی می نویسن از کارهایی که ازش گذر کردن. یعنی در حد مثلا گذر یعنی اینکه فقط یه تسک بسیار کوچیک به طور گروهی انجام شده روی یک نرم افزار خاص و مثلا اون مثلا یه قسمت کوچیکش اون آدم انجام داده و هیچی هم یادش نیست و این دیتیل ها همه را می نویسن توی سی وی برای حالا پوزیشن دکتر رو من دیدم و این یکم برای خارج، برای مثلا حالا آلمانیا یا مثلا شاید کشورهای دیگه، حالا من ایتالیا هم بودم، برای اونا عجیب بود که چقدر ایرانی ها مثلا کار کردن در صورتی که ما خودمون میدونستیم داستان چیه و یکم حالا نمیدونم میخواستم نظر تو هم بدونم راجع. حالا من از خودم بپرسم چی میشد فیدبک؟ مثبت میشد؟ این نتیجه بخش بود؟ نتیجه بخش نبود اتفاقا؟ ببین نتیجه بخش در نگاه اول نتیجه بخشه شاید، ولی آدم بعد تو بلند مدت بده، هم برای چیز حالا برای مثلا کسی که دنبال پوزیشن پی اچ دی یا کسی که داره پوزیشن یعنی اون ایمپلویره، اگر از ایرانی ها تجربه نداشته باشه در نگاه اول خیلی تعجب میکنه و خب مثلا براش یاله خوبه مثبته، ولی کافیه تو یه اینترویو بری با طرف و متوجه میشی که این عملا یه اگزاجریته یا حتی دروغه که تو سی وی نوشته شده و این فیدبک منفی میگیره و حالا کلا نشنالیتی حتی میره زیر سوال. منم فکر کنم شبیه تو فکر میکنم، یعنی مثلا فرض کن من به شخص من خودم رو میگم انسیس بلد نیستم ولی 2-3 بار دیدم بچه ها انسیس کار میکنن، کنارش رد شدم توی تسکی یا مثلا یه جایی برای یکی که داشته انسیس کار میکرده 4 تا دیتا هم خوندم اون وارد کرده، بعد من میام برم تو سی وی می‌نویسم که من انسیس بلدم، بعد برم تو اینترویو بعد یارو ازم بپرسه خب حالا تا چه حدی انسیس کار کردی یا اونجا دیگه مشخص بشه، قطعا به نظرم اینقدر تاثیر بدی رو اون آدم میذاره. چون میگم هممون میدونیم که بخش زیادی از سی یا اغراق یا دروغ یا بزرگنماییه و دیگه حدش بگذره فکر کنم تاثیرش خیلی منفی میشه. قطعا توی اینترویو تاثیر منفی خودش رو میذاره و نتیجه نمیده. من به نظرم واقع گرایان یا به قول تو اگر اون طرف این اتفاق واسه ما هم افتاده،
تو شرکت قبلی یه سری نشنالیتی ها به حال روی سری چیزای خاص فوکوس می‌کردن، سی وی میرسید دستمون می‌فهمیدیم که آقا اگه این رو مثلا نوشته قطعا یه مقدار بزرگنمایی روش داره. اون طرف چند سال کار کرده باشه، از ماها سی وی دستش گرفته رسیده باشه، خودش دیگه اتوماتیک میتونه بفهمه که این چقدرش درسته، چقدرش بزرگنماییه. درسته. آره قربون شما. خاطرتون بگین بعد میتونیم خاطرم میخوام بگم. من فکر میکنم اولین اینترویویی که بعد از پی اچ دی گرفتم، هنوز اون تو دانشگاه کار میکردم، شرکتی بود قطعا لوگوشو جای مختلف زیاد دیدین، به اسم ورت، پیچ و مهره و وسایل توی باغ‌هاوس، یعنی تو تبلیغاتش می‌نوشت 180,000 پروداکت مختلف داریم، انواع اقسام مثلا لولا، پیچ فلان اینا تولید می‌کردن. من رفتم تو اینترویو، خب تازه از چیز اومده بودم بیرون، هنوز از دانشگاه بیرون نیومده بودم، فکر کنم دکترام هم دفاع نکرده بودم. چند تا سوال احمقانه ازم پرسید، هیچ وقت دیگه اون سوالاتو تو هیچ اینترویو دیگه باش مواجه نشدم. تنها باری بود که باش مواجه شدم. اولین چیزی که گفتش که یارو رئیس آیندهم قرار بود باشه. گفت اگه من بیام خونه تو چه المانی تو خونت میبینم که میتونم بفهمم تو یه مهندس مکانیک هستی. اصلا چه سوالی بود آخه؟ مثلا من یه چند تا از کارهایی که توی تستام و اینا داشتم اون تو خونم مثلا به عنوان جاش همی استفاده کرده بودم، اونها رو اشاره کردم. بعد یا یه سری سوال چالشی ازم پرسید اگه بفهمی که رئیس 4 سال به دروغ گفته چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی باهاش؟ اگه بدونی همکارت کار نمی‌کنه فقط داره زیرابی میره چیکار می‌کنی؟ با خودش حرف می‌زنی یا با چیز حرف می‌زنی؟ با رئیس حرف می‌زنی؟ اینجور سوالا بعضی وقتا تو اینترویوها پیش میاد. فکر می‌کنم شاید اگر حالا علاقه باشه کسایی که اینترویو زیاد شدن میتونیم یه جلسه بذاریم در مورد این سوالا و آماده شدن واسه اینترویو، بحثایی که مثلا بهبور یا یه کسی دیگه شاید در مورد نگوشیشن واسه حقوق، اینجور چیزا هم میتونیم بعداً توی جلسه دیگه بهش بپردازیم که چجوری خودمون واسه اینجور چیزا آماده بکنیم. و حال خدا رو شکر از آخر کلی بچه‌ها جای مختلف ورود کردن، تجربه دارن، میتونیم تجربه رو، اصلا هدف این بودش که این تجربه رو شیر بکنیم با هم دیگه. بعد آره اگه توی محیط تاکسیک باشی چی کار میکنی؟ یه سری سوالاشون دیگه خب خیلی کلاسیکه دیگه، یعنی مثلا اگه بحث استرس منیجمنت و اینا، اگه استرس بگیری چی کار میکنی؟ فردا ددلاینت تسکت رو باستی که تحویل بدی دیر شده چی کار میکنی؟ اینجور چیزا همیشه پرسیده، حالا همیشه هم نگیم، خیلی وقتا پرسیده میشه، بیشتر برای شروع به کاری. مثلا من 6 سال پیش یا 5 6 سال پیش که اپلای میکردم، تازه داشتم اپلای میکردم، خیلی بیشتر مواجه میشدم با این سوالات. بعد یواش یواش که خب تجربت میره بالاتر دیگه این سوالا رو نمیپرسن، یا میگه که آقا 6 سال به حال کار کردی دیگه، این چیزا واسش طبیعیه. شکل سوالات تغییر میکنه. ولی این میتونه شیوا پدرام عزیز میتونه یه موضوعی باشه که بچه‌ها استقبال بکنن، میتونیم یه بار در مورد پریپریشن واسه اینترویو صحبت بکنیم. آره کلا بچه‌ای که الان تو همین جمع کلی رفیق هستن که من میشناسم، امین، رضا، فلان، اینا که کلی اینترویو شدن، میتونن از تجربیاتشون، چالش‌هاشون اینا بیان صحبت بکنن. خیلی خوب میتونه باشه. دقیقاً. دستشون در نکنه بچه‌ها. حالا میخوای بریم سراغ ریویو ریویو سی وی؟ با کمال میل. من که فقط ازش اگه کسی هست من میتونم دیگه پاوز بکنم ریکوردو. آره منم پس شیرم و مانیتورم دیگه شیر نمی کنم.